مکس هم یک لطف بکنین. مشکل اینترنت داشتن. سالنگی صاحب هم کوتاه میشنویم. سالنگی صاحب بزرگوار درود بر شما. سلام و درود جناب یاور صاحب، خدمت شما و خدمت همه حضار لایوتان. جناب یاور صاحب، یک از بانوهای مبارز شجاع که امروز در بخش جامعه مدنی قبلا فعالیت داشتن، تیک تاک نداشتن، در ارتباط بودیم همراهشان. خواستاری بودن که اگر صدای مرا وصل بسازین از طریق تماس تلفنی با جناب یاور صاحب که در لایوشان صحبتی دارم و میخوایم همراه یاور صاحب صحبت کنم. بانو احمدی سلام. سلام ارادت دارم، شب همه بخیر. سلام خاص به یاور صاحب مهربان دارم، به یاور صاحب قهرمان. دیگه من بنفشه احمدی هستم از ولایت زیبای پنجشیر. دیگه من خواستم که بگم به یاور صاحب به صراحت اعلان کنم از اینجا که من دو چشمم از دست دادیم در وقت جهاد امرای اروسا. اگر تو پای دیگه ما از دست بدم و شما برادرای قهرمان موفق شوی و هویت گم شده ما رو پس دوباره به دست بگیریم، افتخار میکنم. تشکر میکنم خواهر گرامی. من هم خیلی خوشحال هستم، خرسند هستم که صدای شما را میشنوم. افتخار میکنم بر شرف شما، افتخار میکنم بر این تفکر سربلندانه شما. بدون شک شما قهرمان هستین، بدون شک شما بانوان سربلندی سرزمین هستین که هزارها انسان سربلند در آغوشتان بزرگ ساختین. در خواهرای قهرمان و سربلند مثل شما همیشه میبالم، همیشه کنار شما استاد هستم، همیشه به خاطر شما میرزم، همیشه به خاطر شما شبانه روز تلاش میکنم. اگر قرار باشه که سر و جان و تن و پای ما هم فدا شود، فدای شما میکنم. و ما بابت تمام کمرسی ها و بابت تمام ناهنجاری هایی که در قبال تمام بانوان سربلندی سرزمین است ما پوزش میخوایم و امیدوار هستیم ما به عنوان مردان و سرزمین کاری بکنیم که امروز شما را در یک فضای آرام، در یک فضای سال، در یک فضایی که راحت است، در یک فضایی را بسازیم که فضای انسانی باشه و خواهران سربلند مثل شما در کنار ما با سربلندی تمام زندگی بکنن. جای بسیار خوشحالی هست که من صدای آزادی در این بانوان سرزمین میشنوم. بدون شکی بانوان سرزمین بانوان سربلند هستند، بانوان مبارز هستند، بانوان انقلابی هستند که از صدایشان، از هیبتشان، از سربلندیشان ما افتخار بودن از اینها را بر سینه های خود ما حک میکنیم. خیلی زیاد خواهر گرامی خوشحال شدم صدایتان شنیدم. امری باشه، هدایتی باشه، حدیثی باشه، حتما جناب سالنگی صاحب با شما در ارتباط هستند و من هم از نزدیک شما را خواهد شنیدم. خوشحال شدم شما را شنیدم، از این طریق با ما وصل شدیم. تشکر برادر با شهامت، برادر قهرمان. گفتم که ما از هیچ نوع خدمت در برابر هویت گم شده ما چی نیستیم، دریغ نمی کنیم. دیگه هر وقتی که خداوند شما را موفق کنه و بتانیم ما پس دوباره هویت ما را به دست بیاریم، اون وقت ما تاجکای قهرمان نامیده میشیم و اون وقت ما شهامت ما بالا میشه. حالا وقتی که صدای شما رو میشنیم در یک جای خیلی نارام هستیم، اما صدای شما قوت قلب ماست و آرامش اعصاب ماست. خیلی هم خوشحال هستم که من صدای شما رو میشنم. به خدای کریم رحیم میسپارمت که خودتان در لایف هستی، فکر میکنم مزاحمت نشم. تشکر میکنم خواهر گرامی، خیلی زیاد خوشحال شدم. سلامت باشین جناب یاور صاحب. یک پتیشنی که در رابطه با اخراج مهاجرین ایران و پاکستان ما برای انداختیم، امیدوار هستم در ایران مورد استقبال بسیار گرم قرار بگیره. این لینک ها در جاهای مختلف، در گروه های مختلف، در به دسترس بسیاری از عزیزان ما قرار بگیره تا برنامه‌ای که ما در نظر داریم میره بسیار صادقانه بتونیم پیش ببریم. خیلی تشکر میکنم. سلامت باشی جناب یاور صاحب. در اون مورد هم همراه آمون صاحب صحبت داشتیم، جلسات خود دایر کردیم. در مورد پوتیشن در جلسه صحبت داشتیم که بانوی گرامی ما تقاضا کردن که ما میخوایم از طریق اسکایپ که با شما وصل هستم همراه یاور صاحب در لایو صحبت کنم.
اگه صحت سلامت باشین یاور صاحب، اوقات خوش. یک دنیا تشکر میکنم سال نیست. نبزاد صاحب بزرگوار، مرد بزرگ. سلام یاور صاحب عزیز، وقتان بخیر، انشالله صحتمند و سرحال باشید، طاعات عباداتتان قبول، انشالله که روزای خوب بگذره عزیز برادر. لطف میکنید نبزاد صاحب بزرگوار. متایی که با که جای خود آماده میکنم شما گپ بزنین، من باز مایک خود باز میکنم با پوزش. درست، خواهش میکنم. ببینید دوستای عزیز من، بزرگوارای من، ببینید جوانای عزیز، بانوان نهایت عزیز، ما سیاسون ما میسازیم. امروزی خواهر سربلنده که دو چشم خودش از دست داده، با این سربلندی صدای آزادی را شعار میته، آیا ما به عنوان انسانی که دو دست دو پا و دو چشم خود ما هم جور است، هنوز به عنوان انسان نفس میکشیم، آیا ما مسئولیت خود ما را در قبال سرزمین چه میدانیم؟ آیا این دیگر جای شرم بر ما نیست؟ آیا این جای بدبختی و بیچارگی نیست؟ آیا این جای ناراحتی و نگرانی نیست؟ رهبران واقعی سرزمین همین بانوی سربلندی که است که امروز صدای آزادی را شعار میده، میگه دو چشم از دست دادیم، اگر قرار باشه جانم از دست بدم به خاطر هویت و به خاطر سربلندی سرزمین، من صادقانه خوشحال میشم و این کار حاضر هستم. آیا ما از احساس نمیگیریم؟ آیا ما از الهام نمیگیریم؟ آیا فکر نمیکنین هزارها انسان دیگه هم هست امروز که حاضر هستند تا به سرزمین خودشون خدمت بکنن؟ چرا نمیتونین از این نسل استفاده بکنین؟ چرا نمیتونین از این صدای آزادگان و از این مردمان سربلند انقلابی، از این بانوان، از این خواهران، از این مادران سربلند، از این برادران عزیز و از این جوانهایی که واقعا سرشان به تنشان میارزه، چرا نمیتونین شما راهکار بندازین استفاده بکنین؟ بگذارید ما ملت حیف شویم، بگذارید ما کشته شویم، بگذارید ما شهید شویم. زندگی در بردگی شرمندگی است. معنای زندگی در آزادگی است. اگر آزاد نباشیم زندگی معنا و مفهوم خودش از دست میده. همین لحظه ما آزاد نیستیم دیگه. اگر ما در یک قفس طلایی هم باشیم، بر ما قفس است. ما نیاز به خانه های خود ما داریم، ما نیاز به لانه های خود ما داریم. اگر قرار باشه کشته شویم، اگر قرار باشه ناراحت شویم، اگر قرار باشه از دست بدیم، اگر قرار باشه که نیمه از اعضای بدن خود باز هم دوباره از دست بدیم، هستند بانوانی که امروز کنار ما سربلندانه استاد هستند. من میگم چه نوع احساسی وجود داشته باشه اون مردان سربلندی که خودشان مردان سربلند مینامند، او عزیزانی که خودشان رهبر واقعی سرزمین میدانند، کجا هستین که صدای خواهر سربلند ما را امروز بشنوین؟ کجا هستین که صدای مادر ما را بشنوین؟ کجا هستین که این خواهر عزیزه که من امروز واقعا از شدت این حرکت خیلی نگران هستم، یعنی خیلی ناراحت هستم، وجدانم تحت تاثیر قرار گرفتیم، یعنی نارام شدیم، اذیت شدیم که یک خواهر در ساعت 10 بجه با یک طفل پا برهنه‌اش در میان جنگل به سر ببره و ما هم شرف از این بر سینه های خود ما حک کنیم که ما مردمان سربلندی هستیم، ما مردمان با غیرت هستیم، ما مردمان با وجدان هستیم. آیا معنای مفهوم غیرت و وجدان همین است؟ همین است؟ آیا نگاه کردن یک نسل همی هست؟ آیا عزتداری در قبال یک سرزمین ناموسداری همی است؟ شما مردمان با ناموس هستین. شما کسانی هستین که در خانه تان اجازه نمیدادین یک کس ببینه امروز خواهرت در میان جنگل پای برهنه کرد طفلش ایستاده است. ما امیدوار هستم که جوانانمان بیدارتر شوند، جوانانمان برای مسئله و برای نقطه برسند. یوسف عزیز تا نابزاد صاحب دسترس میشن. درود رفیق عزیزم، خوش آمدی، وقتت بخیر. درود احترام یاور صاحب گرامی. ما فقطا کوتاه صحبت میکنم، امید که جور صحتمند باشین. از آمون صاحب درخواستم تصاویر کردیم چون آمون صاحب کمی حالشان خوب نبود، نتانستن نشان بدن. ما فقط بالا آمدیم امی دو تصویر نشان میتونم، پایین میرم شما صحبتایتان همراه نوابزاده صاحب ادامه بدید. اینی تصویر اول است، همون پسر 7 ساله که در بدخشان هم قضیه بالایش اتفاق افتاده، چشمایشان بیرو کردین، گردهایشان بیرو کردین، جگرشان بیرو کردین، کلا قفس سینهش باز کرده. تصویر بعدی ایشان است که در ولایت کندوز طفل 3 ساله خود سرش با شمشیر بریده. پدرم طفل است که بعد از انجام جرم دستگیر شده. زنده و سلامت باشین. من با اجازه تان یاور صاحب پایین میرم، خودم هم همچنان چندان حالات خوب ندارم، انشالله با ظرف میزنیم. اوقات خوب و خوش. سلام، وقت همتان بخیر دوستای ارجمند. واقعا که بعضی خبرها پیشوری ما میان که درد، یعنی از قلب انسان ها که واقعا احساس دارن از بگیریم قلبشان
ببینین طفلک معصومی که به کدام وحشت کشته شده. واقعا بسیار زیاد سخت است. خداوند دیگه از این بدبختی ها ما و شما را رها کنه. فقط یگانه مسیرش است. مسیر ما را باید ادامه بدهیم. مسیر مبارزه را باید سخت‌تر بسازیم. مسیر مبارزه را باید گسترده‌تر بسازیم تا اینکه ما از این بدبختی نجات بیم. یگانه راه بدبختی همیست که برادر خوب نشدیم، بیاین که همسایه خوب شویم. با این رقم مردم ما اصلا نمیتونیم که یک قدم راه بریم. در یک میز مذاکره به هیچ عنوان همراه از اینها ما هیچ گفتمانی نمیتونیم کرده، چون که اینها از انسانیت، از وجدان، از عقلانیت کاملا دور هستند. دوستای ارجمند ببینین که چقدر سخت است امروز و جغرافیا به کدام طرف است. امروز طفلای نازنین که در دنیا تازه آمدن اما جانشان تکه تکه پارچه پارچه میشن به خاطر چی؟ به خاطر مردم. یاور صاحب بازم تسلیت میپردازم به از عزیزایی که و اشخاص و افرادی که چنین حادثه مردمی که امروز وکالت مردم سربلند یک سرزمین داشتن امروز زمینا کجا هستند؟ بانوکوفی امروز کجا هست؟ سران سرزمین سربلند بدخشان امروز کجا هست؟ سران سربلند سرزمین پروان و پنجشیر و کاپیسا امروز کجا هست؟ سران سربلند تخار و کندوز امروز کجا هستند؟ اینا در کجا پنهان شدن؟ اینا از این مردم چه میخواین؟ امروز در قبال طفل معصوم بیگناه فکر بکنن اولاد خود از اینا هست. اینا اگر شرف و همت و مردانگی و اصالت و رسالت و باور در قبال طفل سرزمین می داشتن، امروز طفل ما در میان دو دانه سنگ سینه‌اش بیرون شده ما نمیدیدیم. این اوج بدبختی و اوج ناراحتی و اوج خودفروختگی را نشان میده. اینا اگر پول نخوردن، اینا اگر دزدی نکردن، اینا اگر خودفروش نیستن، اینا اگر ارتباط ندارن، اینا اگر این جنگ ها را تحمیل بالای ما نمیکنن، اینا اگر کدام هدف مشترک دارن، اینا اگر کدام قوت هستن، اینا اگر کسی هستن، اینا اگر زور دارن، اینا اگر توان هستن، امروز اینا کجا هستن؟ کجا هستن؟ بیرق افغانی را در دست میگیرن، شعار میتن بسیار پوزش میخوایم نابزاده صاحب. لربر یک افغان. خب لربر یک افغان وقتی میگی، امروز طفل بدخشی در داخل جغرافیا سینه‌اش کشیده میشه، چشمش کشیده میشه. در داخل ایران من ادلای دیگه به دست آوردم، شیخای دبی پول میتن بازی جمعیان گردگکای طفل معصومی سرزمین میگیرن به فروش میرسانن. این سرزمین صاحب داره یا نداره؟ این مردم کسی کلان دارن یا ندارن؟ این دیگ بی سرپوشه، هر خس خاشاک در این افتاد فقط یک چمچه را گرفته روان هستند، شور داده روان هستند. من هیچ ندیدم نابزاده صاحب بزرگوار بجای از اینکه می نقد فردی میکنین بگذارین برنامه‌تون روی طالب، بگذارین برنامه‌تون در رابطه با دادخواهی بندازین، پتیشن برا بندازین، برین درب ملل متحد تک تک بزنین، برین خود گردهمایی ها را جور بکنین، برین خیمه تحسین بزنین، اعلام بتین از یک در اسکارتان، اعلام بتین از یک 500 اسکارتان. 18 ساعت وقت ما در قبال مردم کار میکنیم، 4 ساعت شما کار کردن نمیتونین، یک تیم را منسجم ساختن نمیتونین که در تایم‌های مختلف یک تیم در یک ماه اگر شما 100 نفر باشین روزی در 24 ساعت در یک ماه یک بار نوبت شما میرسه یک خیمه تحسین کلان ایجاد بکنین. 20 نفر جوان غیرتی پاچه تام بلند بکن، لنگک تام در سرت بنداز، آستین تام بند بنداز، جمپر پلنگی تام بپوش، ما بر کپ بزنم بگیم خدا و راستی غیرت تو داری. در غیر از او این اعلان دادن ها سر یک خواری سرزمین، سر یک برادر یک سرزمین، سر یک کوچک طفل یک سرزمین دیگه معنا و ارزش و بس نداره. اینا قدر از دست دادیم، بس است دیگه. ما دوست نداریم که نونهالای خود ما را از دست بدیم. شما ببینید نوابزاده صاحب امروز قرص‌های روانگردان و یا مواد مخدر تحت عنوان تابلت‌ها در صفحات شمال مفت رایج ساختن تا جوانای ما از تمام خطوط خودشان فاصله بگیرن، مبتلا بر مواد مخدر شوند. امینایی که سالیان طولانی در این سرزمین وحشت و دهشت انداختن، کیس‌های مشخص مواد مخدر هنوز هم در پشت شانه‌هایشان تاپه خوردگی هست. برادر، خواهر و فرزند و عزیزشان در داخل این ساختارها به صفت وکیل پارلمان و چطور و چنان و اکس و وای دچ بودن. امروز اینا نمایندگان مردم در کجا هستند که اینا منسجم شوند؟ هر کدام از این توان سفر در داخل یک مقر که سازمان ملل متحد از دارن، هر کدام از اینا میتونن یک انسجام را جور بکنن که 50 نفر، 60 نفر، 40 نفر اینا باید امضاهای بسیار مشخص خود، قطعنامه‌های بسیار رسمی خودشون از آدرس از اینا میزد. میزهای گفتمان جور میشه صاحب، میبینیم چی است، یک سیاسون میبره یک سیاسون دیگر را نقد میکنه. میزهای گفتمان از چی است، در رابطه با تقسیم قدرت برادر جور نمیان. میزهای گفتمان چی است، والا برادر عزیز ما سر ساختارهای مشخص نقد او برادر عزیز ساختار مشخص مردم است، امروز درد مردم دوا بکنین در قبال مردم. ندیدم یک شورای سرتاسری را شما تنظیم بکنین، جمعی از بزرگا بشینین. اگه یک جوان امروز حرکت بکنه باز پشتش پای لچ میکنین که در یک جا برین
در یک قسمت اذیتش بکنین، ناراحتش بکنین، چسبش بزنین، اذیتش بکنین، ساختارش برهم بزنین. اما اگر امروز مشکل یک خواهر که پای لچ و برهنه در داخل جنگل پاکستان در ساعت 10 شب میگرده، طفلی سرزمین در داخل میانه های سنگ سینه‌اش شکاف میشه، اولادی سرزمین در قسمت هرات گردش فروخته میشه، خواهری سرزمین در بند میره، باز در قسمت از این مسئولیت ندارین، باز برای شما اصلا مهم نیست و معنا نداره. کدام جلسه را شما شکل دادین که مجموعی از شما در یک گفتمان آنلاین از جای مختلف بسر شوین، دیدگاهتان در قبال این مردم و یک راهکار و راه حل به خاطر مردم داشته باشین، یک دانید به صفت نماینده بیرون شوین، بلند شوین، صدای خودتان در قبال مردم بیان بکنین، خطتان به خاطر مردم بیان بکنین، صدا بکنین سر مردم که امروز نیاز به قیام داره مردم، صدا بکنین بر مردم که امروز نیاز به ایستادگی دارن. اگر مردم کنار شما را، دست شما را نگرفت، ما در خدمت شما. امروز اوج درد و بدبختی و مشکلات و هزارها قصه قدر زیاد است که مو را به تن سیخ میکنه، نابضار صاحب کاملا سر روان انسان تاثیر میکنه. تماسایی را در داخل تلفن ما پیدا میکنم، ویدیوهایی را میشنوم، مادران را میشنوم که من واقعا حیران میمانم که چه رقم باید حل بکنی. یک تماس نیست، دو تماس نیست، زنده ملت مشکل داره. نوزاد صاحب بزرگوار، کسی در پاکستان در بند است، کسی در ایران نان نداره، کسی در داخل افغانستان طفلش فروخته میشه، کسی در هرات گرده طفلش کشیده میشه، کسی در یک جا سرش بریده میشه. اما کسی نیست که در قسمت از اینا برای یک بار مسئولیت بگیره. در طول 3 سال 5 ماه یا 3 سال 6 ماه یا 3 سال 7 ماه همیشه من انتظار از این داشتم که یک دونه اطلاعیه را میشنم در داخل پلتفرما که امروز ما به خاطر مردم سربلند دردمند بیچاره ملت گوسفندی که سالها از ما حمایت کردن، امروز ما یک برنامه داریم و میخوایم حرفای ما را در قبال از اینا تعریف بکنیم. هر کدامتون در خانه های مجلل و خانه های قشنگ و موترهای زریحی و نمیفهم اسکوتر و چرقمی و فلان و بسمدان مصروف هستین و 5 دقیقه وقت به خاطر این ملت پیدا نکردین که یک ویدیو به خودتان عکس بکنید. این مسئله بسیار نگران کننده است. نوزاد بزرگوار، من از خودت بسیار عاجزانه توقع میکنم، میفهم دسترسیتان خصوصا در پلتفرم‌های مجازی بیشتر است. یک پتیشن ما راه اندازی کردیم، ویدیوهای خواهرای مترس در داخل پاکستان هم نزد شما هم موجود است. اگر مسئولیت امی کمپاین بتیم بر دوش شما و امیر قوی یک برنامه تنظیم بکنیم و به هر شکل ممکن ما فشار مدنی را باید وارد بکنیم که از اخراج پناهجویان، خصوصا کسایی که در داستانی کل کار میکردن، کسایی که ژورنالیست ها هستند، کسایی که قلم به دست هستند، بانوانی که متعرض بودند و 4 ماه و 6 ماه و 8 ماه و 1 سال در بند زندان های طالب کشیدن، هنوز هم به شرف از اینا رحمت جناب نابزاده بلند میشه، میگه ما آزادی باور داریم، ما آزادی میخوایم، آزادی سرفراز و سربلندی بخوایم. من فکر میکنم که رهبران واقعی سرزمین امی خواهران دردمند است که امروز با پای برهنه در میان جنگل پاکستان در حال حرکت است و غیرترین انسان ها در این سرزمین من فکر میکنم زنان است. بر ما من به باورم یک نوع دیگه شده. من فکر میکنم که مردان افغانستان یک چادر در سرشان بپوشند، چوری ها را در دستشان بکنند، کار و دیگ و کاسه خانه را بر دوش بکشند. دیگه زنان این سرزمین مردان واقعی سرزمین است. زنانی سرزمین است که آزادی را میدرخشند، کار میکنند. زنانی سرزمین است که امروز ناراحت هستند، لط میخورند، صدها مشکل و صدها مورد دیگه را بر سر دارند. به خدا قسم است ما از مرد بودن ما کاملا در قبال این بانوان سربلند کاملا حس خجالتی بر ما رخ میده و دوست داریم که دیگه بعد از این مردان افغانستان بگوییم که چادرکایتان در سرتان بکنین، شخ بسته بکنین، چوریکایتان در دستتان قشنگ بپوشین، در یک جا استاد شوین که زندگی معنا و مفهوم زندگی را بفهمن. حالا خود جنسیت خود نمیتونه که مردی انسان ثابت بکنه. همیال ما خواهرای را صدای شمشنیم که از هزارها مرد کرده با غیرت‌تر، با همت‌تر، شهامت‌تر استاد هستن. امی بانوی که بیشتر از داخل جغرافی ایران میگه من تو چشم خود از دست دادیم، دو پا و سر و تن فدا میکنم، آزادی کار دارم. اینمی مسئله یک مقدار تکان دهنده است. نابزاده صاحب از جمع از دوستایی که در پلتفرما خصوصا لایف میگیرن، ما امیدوار هستیم که روی مسئله یک مقدار قوی کار بکنیم تا صدا امینا را یک راه حل برشان پیدا بکنیم. خیلی نگران کننده هستند. بسیار ببخشید من متصویر مرا یک سرگک از حالت عادیم بیرون کرد، زیاد پرحرفی کردم، بسیار معذرت میخوایم نابزاده صاحب. قربانتان خواهش میکنم یاور صاحب عزیز، درکتان میکنم، واقعا قابل درک هستین و موضوعاتی که شما ذکر کردین ببینین او روز 8 مارچ بود در مجموع بانوها آمده بودن از روز 8 مارچ. یکی از بانوها خیز در اوجا گفتن که ای کاش که روز نامردا هم می بود، نامردها هم می بود. امروز وقتی که یاور صاحب لایف میایه به هزارها نفر جمع میشه، آیا می دیدگاهتان مسیرتان تا چی وقت تغییر نکده؟
چرا تغییر نمیکنه؟ دلیلش چی است؟ آیا واقعا گپ یاور صاحب لازم میبینین که چادر بپوشین؟ خو اینمی روزش است که شما باید اقدام کنین، حرکت کنین. این مهم نیست که شما در صفحات اجتماعی بیاین گپ بزنین. از قلمتان استفاده کنین، از زورتان استفاده کنین، از هر آن چیزی که در دست دارین و میتوانین، توانمندی دارین، حرکت کنین. ما هم در تماس هستم با پاکستان و ایران و جاهای دیگه. فعالان مدنی همراه ما هستن. واقعا اونها بسیار میسوزن، دردمند شدن و از یک طرف دیگه که طرف افغانستان ما سیل میکنیم، اوجه هم توزیع تابلت کس و تفلک کس و بسیار مشکلات زندگی پیش روی ما آمدن. اما یگانه راهی که ما فعلا ما میبینیم، یاور صاحب محترم، ما باید بعض اوقات سر اصل موضوعات اساسی گپ بزنیم. باید انقلاب شروع کنیم و انقلاب درست است که از 10 نفر 9 نفرش اگر مرد، 1 نفرش زنده باید بانه. اما باید شروع شود انقلاب. دمی اروپا، درمی امریکا، دمی استرالیا، جاهایی که شما در امن هستین، اقلا خود میتونین، اقلا میتونین صداهایی که اقلا نمی لایف شریک کنین با دوستایتان، اقلا صدای یاور به مردم برسانین، صدای کسی که امروز یعنی قدرت ها را در لرزه انداخته. من امروز باز هم صدا میکنم، ما در وقتهای اساس در پاری اول سب میایم و در لایف داخل میشم، اشخاص و افراد یا امو سیاسون یا بزرگایی که امروز آمده با بالای یاور صاحب انتقاد میکنن، بعد پدر اف پشتشان نالت از اینجا میخوایم بگویم و دستتان خلاص، هر آن کاری که کرده میتونین دستتان خلاص. یاور یک یاور نیست، امروز به هزارها یاور است. درست است که شما هزارها کتاب خواندین، اما عملتان در کجاست؟ عملتان در کجاست؟ امروز خودت یک جای فرار کردی، دیگه جای فرار کرده. امروز جغرافیا را فروختین، هویتتان را فروختین، به هزارها بار معامله کردین و باز معامله میکنین. اما امروز یاور آمده. یاور کسی است که یک جوان است، نخبه است، از او جغرافیا است و شما کونپیخا یا شما مورهای سوخته را اصلا کسی ضرورت نداره. خدا کنه که پدرم باشی، خدا کنه که بیادرم باشی، خدا کنه که قومم باشی، خدا کنه که هر رهبری که سوختی مهره سوختی که از بین رفتی مردم دوستت نداره. با من مهم نیست که تو کی هستی. اما امروز وقتی که یاور میه و گپ میزه یک انقلاب فکری را انداخته، شماها در پالیش باید استاد چه این دوستای ارجمند. فعلا هم 1000 نفر هستین، اقلا 1000 نفر هیچ کار کرده اگر نتونین یک پیام نشته کنین، یک توییت کنین و از حالات فعلی مردم آگاهی بدین که امروز در جغرافیا چی حال روز است. اقلا در این جغرافیایی که در اروپا و امریکا جاهای دیگه در امن زندگی میکنین، فقط یک کار کنین و بگین که ما افغان نیستیم. افغان هاست که این چنین مشکلات انداخته. افغان هاست که امروز در سمت شمال در کابل جاهای دیگه تابلتکر رایج مفت رایگان به مردم میده که صبر کو که جوانان غیر افغان پشتون معتاد بسازن. این از انسانیت، این از شرافت، این از اخلاقشان، این از افغانیت و اسلامیتشان. اقلا شما خود اینجا میتونین کرده. در اون جغرافیا بگیرین، اقدام کنین. منتظر احمد و محمود و پدرام و غیره و غیره و غیره نباشین. اینها موره های سوخته هستن. تکرار میکنم، بازم از این پلتفرم یاور صاحب میگم، هر آن کسی که انتقاد غیر سالم میکنه و مقابل یاور استاد میشه، نعلت خدا بالایشان و ما جوانان مقابلشان استاد هستیم. شخص خودم بس 10 کنفرانس رفتیم و مقابلشان استاد شدیم و بازم استاد میشم. دستتان خلاص، هیچ کاری کرده نمیتونین و هر کسم که اگر داشته باشین بازم میگم که شما را کسی در اون جغرافیا نمیخواد بغیر جوانان. امروز یاور است، ما در پالیش استاد هستیم، صدها سازمان ها در پالیش استاد است. ضرورت نیست امروز خوار مادرم از اون جغرافیا برش تماس میگیره که من این مشکل دارم. ما از کدام سیاسون، ما از کدام بزرگ ما شنیدیم که ما یک جای مناسب برشان جور کرده باشه یا یک چند پیسه برشان کمک کرده باشه؟ خو اینمی جواناست امروز که دست به دست یکی کردن، یک جنبش ساختن و این جنبش همه روزه در هر جای میره. ما چی کاره که امروز در آلمان بگویم که من نماینده یاور هستم در اونجا؟ اما امروز من میبینم مسیر از این شخصه، امروز من میبینم رفتار از این شخصه، امروز من میبینم رهکار از این شخصه، امروز من میبینم اساس و میثاق از این شخصه. از او خاطر در پهلوش هستم و ها سازمان دیگر لابی میکنم و گفتیمشان که یاور اینی شخصیت است و مستقیم میخواد با مردم خود در تماس باشه. پس امروز ما کسایی که جمعیان و میگن که پدرام شد و احمد مسعود شد، احمد مسعود کی است؟ پدرام کی است؟ اگر می بود در این مدت 3 سال اقلا یک جای میگرفتن. اما امروز وقتی که یاور میآید در مدت بسیار کم
ببینین چی قدرت پیدا میکنه. این شرم به تمام شما کسایی که در اون جغرافیا با چنین الفاظ با مختلف ارقام روان هستین. تشکر یاور صاحب. دوستای دیگر وقت میتون وحیدی صاحب و تاجیکستان مختار. تشکر میکنم. من یک اجازه بدین منبع روشنگری تاجیکان از طریق واتساپ جمعی از بانوایی که در پاکستان امروز در بند هستند، ناراحت هستند، صدای واضح و آشکار از نور از طریق پلتفرم واتساپ نشر میکنن. شنوا میباشیم ببینیم که منبع روشنگری تاجیکان بفرمایید از وصل کنین دوستانم. بله جناب یاورس گرامی، من خواستم که چون نتوانستیم بانوان سربلند از طریق تیک تاک وصل بکنیم، با درخواست مکرر ایشان آوردیم در تماس گروپ کال. ما فکر میکنم که وارد برنامه است. بله بله خودتانم وارد برنامه هستین، اگر امکانش هست خودتان وصل بکنید جناب. صدا را خیر شما خاموش کنید مایکتان. مچای از مجلس دوستا رو وصل میکنم. بله من پایین بردیم. مایکتان رو معاف کنین شما جناب آقای احمد شاه. احمد جان مایکتان رو بندین هستیم. آقای احمد شاه مایکتان میشه ببندین؟ تشکر. جمعی از بانوایی که در کنار ما هستند از طریق دریچه واتساپ اینا را وصل کردیم. صدای شما را بیشتر از 1200 نفر است. از شهر جناب بانوی بزرگوار بانو منیژه صدیقی آغاز میکنیم. پیامتان را میتونین بر دوستا تقدیم بکنین تا وضعیت و مشکلاتی که در داخل جغرافیای پاکستان وجود دارد، چه نوع نگرانی ها است، چه نوع مشکلات شما به دست و گریبان هستین. جمعی از دوستا شنونده هستند، میتونین که شما مایکتون باز بکنین صحبت بکنین. سلام آقای یاور صاحب گرامی، خوشحال هستم که با جمع شما پیوستیم. من صدیقی هستم، یکی از فعالین مدنی که مدت 3 سال در مقابل طالبان مبارزه کردم. من بالاخره توسط گروه تروریستی طالبان دستگیر شدم. مدت 7 ماه زندان طالبان بودم. بالاخره بعد از آزاد شدن پاکستان رو آوردم که اینجا هم پاکستان ما را آرام نمیگذاره و چون ما از راه قاچاق آمدیم، ویزا نداریم، اسناد قانونی نداریم. فعلا سازمان ملل متحد هم از ما روی گشتانده و هیچ به تماسهای ما پاسخ نمیده، در سازمان ملل را بسته کرده و در خطر اجباری قرار داریم. پلیس پاکستان هر دقیقه مهاجرین را دیپورت میکنه. اگر ما دوباره دست طالبان این بار ما را زندانی نکرد، ما را از بین میبره. من نمیفهم که اینجا امی بزرگان سیاسی ما کجا هستند که داد از این میزنن که ما از تاجکان خود، از مردم خود دفاع میکنیم و خراسان خواهی میکنن و فارسی زبان خواهی میکنن. اما کجا هستن اینا کجا هستن؟ در 20 سال، در 3 سال پیش جمهوریت بود، کجا بودن و حال نمیفهم کجا هستن؟ خواب هستن زیر کمپل چه قسم است که صدای ما زنان معترضه که در خطر اخراج هستیم و دوباره به دست طالبان میفتیم، کجا هستن که اینا صدای ما را بشنون؟ آقای پدرام، آقای احمد مسعود و دیگرایش کجا هستن؟ اینا کجا هستن که از تاجک‌ها اینا حمایت نمیکنن، از زنان معترض حمایت نمیکنن، از خبرنگارا که اینجا در خطر اخراج قرار دارن، جانشان در خطر است، از سرانوالا و از سربازای شجاع وطن که سالها در میدان جنگ مبارزه کردن و ما و امثال ما آرام راحت خوابیدیم و شهادت هزارها شهید دادن. کجا هستن اینا که از ما دفاع کنند؟ و ما در خطر اخراج قرار داریم. از در اسلام آباد بودیم، در پیندی فرار کردن، از پیندی حالا اخراج میکنن. شب روز خواب نداریم، در ترس از این هستیم که هر دفعه پلیس چی وقت پلیس میاد و ما را از پاکستان اخراج میکنن. ما بیخی نمیفهمیم که چی کنیم.
تشکر میکنم بانو صدیقی، از شما لطف کردین. بانو جمیله مشتیم از شما. سلام خدمت یاور صاحب گرامی، خوشحال هستم که مرا عد کردین. من جمیله احمدی هستم، یک تن از زنان معترض و فعالین حقوق بشر که بیشتر از 3 سال در مقابل گروه صفا که طالب ما مبارزه کردیم، ایستادگی کردیم، قربانی دادیم، از خانواده از خود ما مجبور به تبعید به کشور پاکستان شدیم. کشور پاکستان هم یکنون ما میشه زندگی را بالای ما ذکر کرده، حتی که ما نفس راحت کشیده نمیتونیم. هر دقیقه که تلفن باز میکنیم یا دروازه تک تک میشه به این خیال میکنیم که پلیس آمد، نفر بدی ماستیم، ما را به تانه میبره، ما اخراج میشیم. اگر ما از وضعیت دشواری که بالای ما کشور پاکستان آورده اخراج شویم و به افغانستان بریم، یعنی یا ما به قتل میرسیم یا در زندان طالب از بین میریم. بنابراین من از دی دریچه به همه تاجیکای محترم ما، با هر کسی که صدای مرا میشنوند صدا بلند میکنم، لطفاً کنار خواهرانتان که قربانی ظلم خشونت طالب شده اند استاد شوید و صدای ما را به تمام جهان برسانید که ما امروز در اینجا سپری میکنیم. مشکلات اقتصادی از یک طرف، مشکلات امنیتی که فعلا کشور پاکستان بالای ما آورده از یک طرف، و همچنان مدت تمدید ویزا را بر 1 ماه ساختن. بر 1 ما باید 45,000 کلدار پرداخت بکنیم تا که به ما ویزا بیاید و ما بتانیم در اینجا قانونی زندگی بکنیم. مایی که بیکار هستیم، مایی که از وطن خود ما تبعید شدیم به اینجا آمدیم، ما هم قدر مقدار از کجا بکنیم؟ ما فعلا به مصرف ماهوار خود بند هستیم، چی برسه به این که ما 45,000 پیدا کنیم و به دولت پاکستان بتیم به خاطری که ما اینجا قانونی زندگی بکنیم. تشکر میکنم از همه عزیزایی که صدای مرا شنیدن و امیدوار هستم که صدای ما باشن. همین قسمی که ما در بیشتر از 3 سال در مقابل یک گروه ظالم و وحشی استاد شدیم، امروز نیاز به حمایت داریم. تشکر میکنم. تشکر میکنم بانو جمیله از شما. بانو عزیزه بفرمایید، شما وقتان بخیر. سلام و وقت بخیر. نرگس عزیزی هستم، فعال حقوق زن، فوتوژورنالیست. مدت 3 سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم. قسمی که خواهر ما درباره ویزاها گپ زد، من نمیخوایم که گپ بزنم. من نگرانی همین حال را میگم که در مدت همین 2-3 ماهی که ما سپری کردیم، هر روز یکی ما زندان میریم، هر روز یکی ما اخراج اجباری میشیم. من خودم امروز یک بار صبح ساعت 10 بجه پلیس پشت خانه آمد، من فرار کردم به جنگل. بار دیگه ساعت 6 شام بود که تازه میخواستیم افطار کنیم که پلیس آمد. ما باز هم از کمک از همسایه کمک گرفته فرار کردم به جنگل که تا ساعت 10 بجه شب در جنگل بودم که همه دوستا شاهد هستن که عکس‌ها و ویدیوها را که شیر ساختم در گروپا. هر کسی که صدای ما را میشنوه لطفاً همکاری کنین که هیچ کسی در پاکستان آرام نیست، هیچ کسی کرایه خانه به حوج خود بلند رفته، مواد خوراکه هیچ کس نمیتونه، خصوصا امی خانمایی که نمیتونن دوباره به افغانستان برگرده. لطفاً همصدا شوید، کمک کنین، همکاری کنین که همگی از مهاجرین از اخراج جلوگیری شود. ما نمیتونیم که دوباره به افغانستان بریم، همگی در حالت بد در پاکستان قرار دارم. من خودم که یک طفل خوردم از نگرانی مشکلات روحی پیدا کردیم، هیچ کدام ما نمیتونیم. من خودم دست که کمر هستم، همراه یک پای لنگ امشب اومد در جنگل فرار کردیم. تا چی وقت ما این رقم فرار کنیم؟ از افغانستان فرار کردیم، از ایران فرار کردیم، از پاکستان فرار کردیم، بالاخره ما کجا بریم؟ سرنوشت ما در چی کجا میرسه؟
کسی هست پاسخ داده بتونه این سوالات بانوی بزرگوار؟ کدام آدم غیرتی، کدام سیاسون با خرد، کدام آدم وجداندار، کدام مرد سربلند، کدام آدمی که امی گندی امی کلیش یک ذره کلان باشه، یک غیرت و شهامت و مردی داشته باشن؟ کسی در قبال خواهر سرزمین امروز مسئولیت گرفته میتونه؟ کسی در قبال ناموس سرزمین مسئولیت گرفته میتونه؟ خواهرتون درب خانه‌تون بسته میکردین که خواهرتون کس نبینه؟ امروز خواهر یک سرزمین در 10 شب در میان جنگل یک سرزمین متفاوت در حرکت است و ما شعار مردانگی و غیرت و سربلندی را داریم. شرف ما، وجدان ما، حیثیت ما، آبروی ما، وقار ما ریختگی هست. ما باز هم تکرار میکنیم که بر ما بسیار جای شرم است. ما چادر باید بر سر ما بزنیم و چوری ها را بر دست ما بکنیم و در یک خانه باید بشینیم و اجازه بدیم که زنان باشند که آزادی را بر مغان بیارن. این بانوان عادی نیستند. اینا قشر تخصصمند یک سرزمین هستند که در درون طالب صدای آزادی را سر دادن. ما امیدوار هستم که پیام دوستای دیگر هم کوتاه بگیریم، بعد باز ما حتما روی به مورد گفتمان خود پیش میبریم. بانو بیگ بفرمایید. درود بر شما، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و همه عزیزان، شب همه بخیر. تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. شکیلا مظفری هستم، عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان کابل، همچنان فعال حقوق زن که مدت 3 سال میشه که ما علیه طالبان مبارزه کردیم و در خیابان‌ها در مکان‌های سربسته و متاسفانه من با وجودی که معلولیت داشتم و یک بار قربانی طالبان شدم و پای مرز ایستادم، اما بازم از مبارزه دست نکشیدم و علیه ظلم طالبان ایستاد شدم و مبارزه کردم که بدبختانه من زندانی شدم. مدت 15 روز من در زندان بودم که شدیدترین ظلم و شکنجه را بالای ما انجام دادن و مرا به عنوانی که من یک دختر خانومی هزاره بودم، یک دختر خانومی که من معلولیت داشتم، از هر نوع ظلمی و شکنجه‌ای که بود از من دریغ نکردن. باور بکنید نمیاره که من از زندان می بودن خود صحبت میکنم، اما حالت و امو سختی هایی که من اونجا سپری کردم دوباره امو چه قسمی بگم برای من امو خاطرات تلخ تازه میشه. اما خواهش ما شما همی هستن که ما که برای فعلا که در پاکستان آمدیم و از باور بکنید من از رای اسمین بولدک رای برادرم از طرف شام به خاطر که من از چوب داشتم، معلولیت داشتم، من هویت ما پنهان نمیشدن که من میتونم ما با برقه بیاییم یا کل ظاهر خود پوت بکنم، اما هر قسمی که میکردم من به خاطر که از چوب دارم من شناسایی میشدم، شناخته میشدم و بسیار با یک حالت فجیع، بسیار با یک حالت سخت من تانستم خودم تا پاکستان برسانم. اما اینجا با هزاران مشکلی که هستن بالای مهاجرین که مجبور هستن، اونا تبعید هستن، اونا از ظلم و شکنجه از بدبختی طالبان اینجا آمده پناه آورده، اما متاسفانه دولت پاکستان و نظام پاکستان بالای مهاجرین یا بالای افغانایی که در اینجا پناه بردن از ظلم طالبان، اونا همین مشکلی اخراجشان هستن، مشکلی ویزهشان هستن که قبلا خواهر گرامی ما جمیله جان در موردش صحبت کردن که مدتی ویزه را اونا کم کردن و همچنان کسایی که غیر قانونی آمده باید اونا را ویزه بگیرن که هزینه ویزهشان زیاد است و وقت ویزهشان بسیار کم هستن، مدت 1 ماه هستن. و خواهش ما از شما همی هستن که لطفا صدای ما باشین و ما را حمایت بکنین که ما باور بکنن برای فعلا ما مصرف شب و روز یا ماهانه خود نداریم، چی برسه که ما هر ماه بگیریم ویزه خود تمدید بکنیم و به طور قانونی به کشور زندگی بکنیم. همگی ما با یک حالت بسیار سخت، اگر خدای نخواسته مثلا ما را بگیره دیپورت کنه، ما که با وجودی که امروز کرج است و معلولیت دارم، ما چه قسم مثلا از پیش پلیس ها فرار بکنم و خود در یک جای مثلا امن برسانم و تا یک مدت رو از پیش پلیس پاکستان پنهان باشم. باور بکنم ولی ما در خانه قید هستیم، ما نمیتونیم از چهاردیواری خانه در پاکستان که هستن ما داخل بیرون براییم. هر ثانیه که دروازه ما تک تک بشن مثلا ما استرس میگیره، ترس ما رو میگیره که ما نشده باشه که پلیس پشت در ما آمده باشه ما رو ببرن.
ما باور بکنیم بسیار مشکلات ما زیاد است. من با وجودی که یک پای از ایستادم، اما ما چطوری میتونم مثلا خودم از چنگ مثلا پلیسا نجات بدم، یک مدت یک جای فرار بکنم؟ اگر من ببینن ظاهرم دستگیر میکنن، قسمی که طالبان مثلا مرا دستگیر کرده بودن، با وجودی که مشکل داشتم من نمیتونستم خودم از ساحه فرار بکنم و در یک جای مثلا تا یک مدت در یک جای امن برسانم. خواهش ما از شما بزرگان، از شما می هستم که لطفا صدای ما باشین، لطفا دست بکنین ما را، باور بکنید واقعا تمام به چه قسم بگم گلون بغض گرفتم. من نمیتونم اینقدر درد، اینقدر شکنجه که من تحمل شدم. من 2 بار قربانی طالبان شدم، باور که یک بار پایم از دست دادم و همچنان یک بار دیگه از سخت‌ترین شکنجه‌های زندان طالبان را من متقبل شدم. من دیگه هیچ قابل درک است. بفرمایید شما بانو عزیزه، بعد بانوی بزرگوار که پایان هستند. بفرمایید بانوی عزیز، شما اسم ندارین؟ پروفایلتان که اسم الله است. بانو رانسی گرامی بفرمایید. ببخشید، درود و سلام خدمت شما، خدمت همه شنونده‌هایی که در لایو حضور دارن. خب ما هم واقعا چیزی بر گفتن ندارم، اینجای خیلی نگرانی تاسف از بر مردهای این ملت، بر کسانی که در اینجا شنونده هستن، مردایی که در اروپا هستن خوشگذرانی میکنن. حال روز این خواهران را ببینید، در چی حالت به سر میبرن، در چی حالت و در چی وضعیت هستن. شما چطور وجدانتان قبول میکنن که اینطور راحت زندگی میالل، خصوص سیاسون این کشور که در اینجا عیشت و معیشت خدا کردن، رفتن حالا آرام خوابیدن. شما وجدان اگر داشته باشین، واقعا اگر غیرت داشته باشین، وجدان داشته باشین، در وطنتون می جنگین، میرزمین از حق و حقوق همین خواهرایی که بیچاره نمیتونن حتی حرف خدا بیان بسازن دفاع میکنین. خب ما واقعا من هم چیزی بر گفتن ندارم. ما اگر بگویم هم کس گوش نمیکنن. یه خوب است که هیچ بیان نکنم. همه گفتنی ها را بیان کردن خواهران عزیز و مبارز ما. دیگه من چیزی بر گفتن ندارم. تشکر، سلامت باشید. تشکر میکنم بانو رانوس. از شما هم بانو زاید درود بر شما، مشتاقیم از شما. این فقط نمونه هست، یعنی مجموعی از کثیری از مردم امروز زیر بند است. بانو زاهد درود بر شما، وقت بخیر، بفرمایید. درود متقابل، وقت شما هم بخیر، می‌دونم خوب سلامت باشین. با معذرت که از ما دیرتر پیوستم به گروه و در قسمتی فکر کنم روی مشکلات بازم صحبت داریم یا از ساید اگر داشته باشم. صدای شما را ابی لحظه بیش از 1200 نفر میشنوند. ویدیو هم در حالت وایرال شدن است. دوست داریم واقعیت های عینی، چیزی که بیشتر شما را ناراحت و اذیت ساخته، پیام واضح شما بر سیاسون، پیام واضح شما بر مردای سربلند غیرتی یک جامعه دردمند که خودشون غیرتی میگیرند، پیامتان بر جمع عزیزایی که بیرون از جغرافیای جعل مسدسی از افغانستان زندگی میکنن، یعنی پیام و مشکلات جدی که امروز شما با او دست پنجه نرم میکنین. شنوا هستم عزیزا به شمول خودم. خیلی ممنون، سلامت باشین. بازم درود و حرمت دارم برای همه شنوندهایی که میشنون. البته من نمیدونم از کجای مشکلات شروع بکنم، از کدام گوشه دردهای پناهجویان افغانستانی و از کدام گوشه دردهای دختران افغانستانی که امروز با چنین مشکل مواجه هستند. امروز در وطنشان جای ندارند، در بیرون جای ندارند، کسی به دادشان نمیرسه. اما سیاسیونی که در 20 سال گذشته به نام پروژه، به نام کار، به نام البته خدمتگزاری آمدن از خون و پوست مردم و ملتی سرزمین ما استفاده کردن، امروز صدا را نمیشنوند. من کسی هستم که البته مدتی 13 سال استاد بودیم، هم در مکتب هم در دانشگاه، بعدش به عنوان ژورنالیست کار کردیم، بعدش فعالیت‌های حقوق بشری داشتیم و فعالیت‌های مدنی خود را به خاطر البته یک جامعه خودتر بهتر داشتیم. وقتی که در پاکستان پناه میبرم، این سیاسیونی که همیشه ایدای غیر میکنن به هر نوع، یعنی قسمی که هست، وقتی که میایم از سوی پلیس پاکستان ما بازداشت میشیم به جرم که پناهنده شدیم، پناه آوردیم.
ده ها نفر از این سیاسی که چی از بدخشان است چی دیگه است که من به افغانستان دوباره دیپورت میشم، غیرت شما کجاست؟ او شعاری که برای ما میدادین کجاست؟ وظیفه شما عیش و عشرت در بیرون است. حالا هم شما باز کسایی هستین که پیشتاز هستین به عنوان سیاسیون، باز هم شما از اون چال نیرنگی که برای 20 سال گذشته مردم خود فریب دارین عالم در معامله هستین. پس امروز کجا هستین؟ چرا نمیتونین تعدادی از زنان و دخترانی که برای حقشان جنگیدن شما چرا میتونین در پهلویشان باشین؟ شما خود نتونستین که در افغانستان بیاین با زنان افغانستان صدا بلند بکنین، حداقل از بیرون صدای خود بلند بکنین. شما وجدان دارین امروز زنان افغانستانی، امروز دختران افغانستانی هیچ دروازه ندارن که برون تک تک بزنن. کجا هستن؟ یک توده بسیار بزرگ سیاسیون، یک توده بسیار بزرگی که همیشه از حق زن صدا بلند میکنن، امروز کجا هستن؟ ما سوال داریم. چرا وقتی که ما میگیم در سیاست ما باید هم هوشیار باشیم هم از چال نیرنگ و دیگر هم البته یک سیاستمدار باید دو صفت داشته باشد، باید واضح تر بگویم. همین صفتی که این سیاستمدارا داشتن که یا هوشیار نبودن در قسمتی البته این بخش دیگری که همیشه مردم خودشان فریب دادن این خوب تانستن. چرا امروزه نمیتونن که حداقل به خاطر مردمشان اگر هیچ کار دیگه نتونستن یک گپ بزنن با دولتایی که مردم مورد آزار اذیت قرار نگیرن؟ چرا چنین نمیکنن؟ کجا هستن؟ چی زنان باشن چی مردان باشن؟ از حق و حقوق ما خیلی استفاده کردن. امروز جوانان آگاه شدن، امروز جوانان تحصیل کردن شدن، امروز همگی بادانه شدن. در روی سیاسیونی که یا یک عمری از خون و پوست جوانان ما استفاده کردن در روی از یا نیستن. یادتان باشه سیاسیونی که در بیرون افغانستان هستین، امروزه اگر پناهجویان افغان، اگر امروز پناهجویان افغانستانی اگر امروزه با مشکل مواجه است، این ننگ به پیشانی شما است. شرم به شما باد که زن افغانستانی دستگیر میشه و دیپورت میشه. تماسشان قطع شد. اینترنتشان فکر میکنم دچار مشکل است. به هر حال پیامتان گرفتیم. تشکر میکنم منبع روشنگری تاجیکان عزیز از جمع از بانوان سربلند و پر افتخار کنار ما حضور پیدا کردن. ما برنامه خود داریم. خیلی زیاد تشکر میکنم از جمع از عزیزا شنیدیم. این وضعیت پیش آمده و این وضعیت نگران کننده، کدام جوان غیرتی که دیروز در روی حکس چلیپا کش میکردی غیرت همت ازیر داری که با ما یک جا شوی یک خواهر امروز مشکلش حل بکنیم یا نه؟ عزت داشتن، غیرت داشتن، احترام داشتن، کار کردن همی است. بفرما یک دانه پیش میشین، 10 دانه پیش میشین، 50 دانه پیش میشین. ما در خدمتتون. یک خواهر که در داخل جغرافیای پاکستان امروز در دبجی شب پای برهنه با یک طفلش حرکت میکنه و به خاطر آزادی خودت پایش از دست داده. امروز نیاز به کمک داره. غیرت خمیره، معنای غیرت خمی است دیگه نه؟ عکس ما ساده است، 100 بار سر عکس ما چلیپا بزن. امروز یک خواهر مشکلش حل بکنیم باید نه؟ اینجا ما یک وجه مشترک داریم یا نداریم؟ اینجا ما کس را توهین نکردیم نه؟ اینجا ما سر کس حمله نکردیم نه؟ حال حمله باید بکنیم یا نکنیم؟ حال باید حرف بزنیم یا نزنیم؟ من نمیگم این خواهر چی میگه؟ خواهر چی میگه؟ پای نداره. عزت و شرف و غیرت و ننگ و هابرو و افتخارتان امروز در یک سرزمینی که تو که دشمنی داری در میان جنگل شلنگا میروه. طفلش نان نداره. نان اگر شهامت داریم، اگر غیرت داریم، اگر عزت داریم، ما پوله، ما تمام احساسات و تمام موارد پشت سر میگذارونیم به خاطر از اینکه عزت ما حفظ باشه. اگر عزت ببازیم باز چه زندگی مزه داره بر ما؟ چه مزه داره؟ آیا خط و دیدگاه مشخص قهرمان ملی؟ آیا خط و دید مشخص استاد شهید؟ آیا خط و دید مشخص بسیار از مردان سربلندی که به خاطر آزادی رزمیدن، خط بر شما ایجاد کردن و امروز حتی تصاویر شما را نان میته؟ امروز جای از این نیست که ما در قبال خواهرای خود ما
حرکت بکنیم. حال برای من این مهم نیست یک خواهر از آره بود، یک خواهر از یک سرزمین دیگه بود، یک خواهر از بدخشان بود، یک خواهر از تخار بود، برای من مهم نیست. یک خواهر از پروان بود. امروز تنها چیزی که بر ما مهم است حل کردن مشکل است. به هر نحو ممکن ما مشکل خواهران خود ما را باید حل بکنیم. خوری صاحب بزرگوارم اجازه میدیم امروز این برنامه با یک مقدار احساساتی بود، همین تماما ما را تکاند از به درون و خیلی نگران ما ساخت. این تصاویر را میبینیم که حالا جا ندارم، من مجبور یک تصویرم از این جای دور براتون نشان بدم که بعد از او صاحب شما صحبت بکنیم که ما ببینیم که چه نوع مشکلات وجود داره و این کی حل میتونه بکنه. بسیار معذرت میخوایم که ما تا می چند دقیقه پیش میخواد یک سرزمین در میان جنگل در ساعت 10-11 بجه شب است. اگر کسی غیرت داره، غیرت همت داره، مرد است چوری نپوشیده، که آدم پیش شود مسیج بکنه که شماره شخصی خواهران را بدیم مشکلشان حل بکنه و در قسمت دادهایشان کنار ما استاد شود. اینجا دیگه بحث محل نیست، اینجا بحث خودزنی و اینجا بحث بلندستی و پایان هستن نیست. اینجا بحث کمک، همکاری، رسالتمندی مشخصی یک انسان در قبال یک انسان دیگه است. بفرمایید خوری صاحب. سلام مرد بزرگ یاور گرامی، خدا کنه که جور و صحت باشین. نابزا صاحب عزیز، خدا کنه که شما هم صحتمند داشته باشین. دقیقاً که ما خدا شاید است همین وضعیت دیدم، حرفای خورا را شنیدم، به خدا قسم است من گپایی که داشتم فراموش کردم بیخی. دقیقاً یاور گرامی، ما یک نکته را براتون اشاره میکنم. شما ببینین امروز گروه جهل یا گروه حاکم کار را براه انداخته، برنامه را براه انداختن که در صفحات شمال اینا به اصطلاح تابلتکه ها را اینا بیخی مجانی ساختن برای جوانا. ده ها تلفن ما گرفتیم، خدا شاید است از ولایت صفحات شمال که اونا میگن بلیاز خدا و قرآن بچه های جوان ما مکمل مبتلا به این مرض شدن و اینا را جز به خدا قسم است خانواده است. یک مرد کهنسال صحبت میکرد، گریه میکرد، مرد بزرگ گریه میکرد که من چی کار کنم با این بچه که یادم مبتلا به این مرض شدم. شما توجه کنین در زمان جمهوریت اینمی تابلتکه، اینمی مواد به اصطلاح مخدر بگویم یا مضری که به اصطلاح سردوچار جوانا شده بود، یک دانه از این تا 1000 افغانی و تا 1200 افغانی بود که حتی مردمای بی وضاحت خریدام نمیتونستن. و امروز این میرسه به خاطر نسل کشی، به خاطر از بین بردن نسل ها، اینا در صفات شمال بیخی مجانی و رایگان ساختن و این یک جنایت بسیار بزرگ ضد بشری است که باید این جلوگیری شوه، به اصطلاح گوشزد شوه و دست به دست شوه به تمام مردم و اقوام بیدار شوه. مردم به خدا قسم است که 10 سال بعد 5 سال بعد یاور گرامی شما نسلی که به اصطلاح در اونجا میمانه و نسلی که میایه دیگه از اون نسل چیز ساخته نمیشه دیگه. اینمی پروگرام و برنامه به اصطلاح استعمار بگویم یا برنامه قومی بگویم یا برنامه فاشیسم قومی بگویم که اونمو شکلی که به اصطلاح سقاوی اول و سقاوی دوم اینا برای انداختن برنامهشه و آل در پالوی سقاوی اول دوم اینمی برنامه را روی دست گرفتن دیگه. بخیر عافیت باشی. ما واقعا بسیار چیز شدم. برادر افغان ما در صفحات مجازی میبینیم که متاسفانه بسیار جف میزنه. خواهر مادرش در داخل ایران هم امروز ماندگی است، توان از اینجا نداره که بکشه. خواهر زیر یوغ یک ایرانی هست، زیر دست یک ایرانی هست، در دفتر یک ایرانی مراجعه میکنه. شب روز باز دهنکجی در رابطه با یک ملت سربلند فارسی زبان تاجیک است. اول خواهر مادرت از داخل یک جغرافی فارسی زبان مشخص بیرون بکن، بعد از او باز میتونیم که در قسمت مشخص افکار تاجیکانه بازگر نکنیم ما را گوش میکنیم. ما این هستیم میفهمید که را میگم. امیدوار هستیم که یک ذره دهنکجی تا جمع بکنیم. در غیر از او ما هم خیلی از نزاکت ها هست، اما چون ما مردمان سربلندی هستیم به ناموس انسان ها خیلی احترام داریم، اصلا دوست نداریم از دیدگاه ها بریم خود ما را وابسته بکنیم یا ناراحت کنیم. اما اسال احوال خود حتی از میان جغرافی که قصه ها دوست ندارم برم سراغ خیلی از موضوعات، اما در نزدیکترین فاصله هایی که احساس نمی‌کنیم ما حضور داریم، اما دوست نداریم که
خودت یک ضربه بزنیم که مناسب نیست. اما خواهشمند هستیم از دهنکجی در رابطه با ملت فارسی زبان دهنت محکم بگی و این را به خاطر برادری برات میگم. یک بار از دوشت میکشیم که بفهمی، بار دوم تکرار کردی، می‌کنه جمع 1200 نفر از ما نزد خودت به عنوان جوانهای سربلند تاجیک خود باز نگویی که ما مردم عیار نیستیم و رسم عیاری یاد نداریم. این ما رسم عیاری را یاد داریم، برای خودت فهموندیم، از گوش خود کشیدیم، متواقعش مربوط خودت میشه و باز اگر چیزی مربوط ما میشد من در قسمت از اون ما دیدگاه خودم میگیریم. ولیس بزرگوار از شما هم سپاس میکنم. ما یک پتیشن رو اندازی کردیم در رابطه با همین مشکلات مهاجرین ایرانی و پاکستانی. امیدوار هستیم که اینجا از جناب آقای نوابزاده صاحب مرد بی‌بدیل، مرد سخنور، مرد دانا و مردی که واقعا مبارزه‌هایش ستودنی هست تقاضای کمک کردیم تا این کمپاین بندازیم بر دوش نوابزاده صاحب و مطمئن هستیم که سازمان ملل متحد تک فردی جواب نمیدن، اما اگر ما یک فشار قوی مدنی که با امضاهای الکترونیک در دست داشته باشیم میتونیم که این مسئله را یک مقدار قوی‌تر پیش ببریم. حداقل شدت اخراج مهاجرین روی برنامه ها صورت میگیرن. کسایی که از 2021 به دیوس آمدن سالنوالا هستند، کسایی که در جامعه مدنی و حقوق بشر فعالین زن هستند، اینا بر شکل ممکن باید از این امر مستثنا بشن تا اینا بر راحتی در سرنوشت بعدی زندگیشون تصمیم بگیرن. حتما نتیجه بخش از کار بسیار نیک است، اقدام بسیار عالی است. اوقات خوش آرام داشته باشی یاور صاحب گرامی. نوابزاده صاحب استاد شیوا را خوش آمدید میگم. یک مسیجتانم دیشب توجه شدم که یک ذره مسیج‌ها زیاد است. من وقت استراحت میباشم بیدار که میشم این مسیج‌های نوابزاده صاحب بزرگوارم این شکل است. این مسیج‌ها میره در پایان. تا اون مسیج‌ها را متوجه میشم یک هفته سر مسیج‌ها میگذره. امیدوار هستم شما ما را مورد رفع قرار بدید، ناراحت و نگران نشده باشید. به خیر عافیت باشید. آرامیتان میخوام. استاد شیوای بزرگوارم خوش آمدید میگیم. استاد شیوا که میاد باز قوت دل از با ما یک مقدار روشنمون میسازه. استاد که نباشه این انرژی‌های منفی بیشتر است. استاد خوش آمدید. نبودین، تشریف نداشتین. به عنوان مترس از صدایتان پخش استاد. عرض سلام و درود دارم خدمت خودت جناب یاور صاحب، همچنان آقای عبدالله نوابزاده گرامی و سایر دوستایی که در پای لایف هستن، همشان درود و سلام میفرستم. ما برنامه شما را از تقریبا شاید نیم ساعت به این طرف کند و گریز همونطور دیده آمدم. همون پیامی را که من میخواستم بگویم خوشبختانه آقای غوری پیشتر گفت. یک پیام دردآوری است که یقینا فاشیزم افغانی به انواع مختلف ملت ما را، ملت اقوام غیر افغان ظاهرا میگن که ما هیچ موضوعی دخل نداریم، همه اقوام دیگه برادرای ماستند. تاجیک نور چشمم است، مچه مزارت تاج سرم است، ازبک قلبم است. با تمام دروغ‌های کاذب و حرف‌های درونته‌ای اینا یکسره علیه نابودی اقوام غیر افغان دست و آستین برزدن. مردم خردمند شمال خصوصا ولایات فاریاب، شبرغان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، کندوز، بدخشان آگاه باشین، هوشیار باشین، آگاه باشین. همچنان کاپیسا و پروان و بغلان هوشیار باشین، آگاه باشین که یک توطئه کلان دیگه در حق جوانای شما راه انداختن تا جوانای شما را معتاد به تابلتکه بسازن. تابلتکه را تمام چرس فروشی ها را بند کردن، تمام ساقی خانه های چرس را بند کردن. یک توت چرس گیر آمدن شلاق داره، توقیف داره، ولی تابلتکه را 1 کیلویش در دستت گرفته برو در داخل قماندانی امنیشان درای پس برای کس پرسانت نمیکنه. تابلتکه را به گونه رواج ساختن، به گونه ترویج کردن که بچه های صفحات شمال هر کدامش که سعی میکنی کلش فقط در هر طرف ششته و دانش سر به خود میره، گنگس و گل. همه خانواده ها رنگ میبره، پدرها مادرها. در یک خانه 4 جوان میباشه، 4 جوان معتاد تابلتکه. چرا در خوست و پکتیا و در هلمند و قندار تابلتکه رایگان نیست؟ چرا در شمال
رایگان شده. مردم سمت شمال به خصوص چرا اصلا خرد خود به کار نمی اندازن؟ مردم باید در راستای افشاگری اینمی موضوع، برای ما خود صدها نفر از درون شهرستان بلخ، از ولایت بلخ، از مناطق شمال، حتی از تخار، یعنی زنگ کشیده، همگیشان برای ما جریانات هم میگن و کسایی را به خدا باور کو یاور صاحب، کسایی را که هیچ باور من نمی آمد که این آدم معتاد به تابلت شده و اونمو آدم معتاد به تابلت شده. همگی که فقط بیکار است، بیروزگار است، در خانه میره خرچ و مصرف میخواه، خانواده بیرون میبره، ای آدم که کار نیست پناه میبره در تابلتکه و تابلتکه را افغان ها رایگان ساختن. ایتو رایگان ساخته که فری فقط هم یک تابلتکه را، 1 کیلو تابلتکه را بخوایی برای تو مجانی میته، میگه برو بزن نشک و کیف کو لذت ببر. و تمام جوانای تاجیک، ازبک، هزاره را امروز در شمال افغانستان کلا معتاد ساختنی ها. این یک جنایت دیگه قوم افغان است در حق مردم او سرزمین. با خدا باور بکنین که ما وقتی که قوم افغان میگم، یک آدم میگه تو چرا دادرس یک قوم اینمی رقم میگی؟ تمام اینمی مردم دیرمی دستیست دست داره، هیچ کدام با وجدانشان پیدا نمیشه که بگویه که ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان، به عنوان یک عالم دین، به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک چیز، یک کاری دیگه افغان اینمی را تقبیه میکنم. ما مردم، شما مردم وطنم هستین، از امی سرزمین هستین، اینمی تعدادی که امی کارم میکند دشمنتان است. یک نفر از سنگ صدا میبرایه، از یک نفر افغان صدا نمیبرایه. تمام او هم یک اصطلاح هم ماست، میگه قسم بکش حریفتا که خونش نریزه. اینا حال هم رقمی که در هستن. ما شما را ظاهرا گفته مردم در سر ما دست خدا میکشه، میگه برادرم هستی، در ناف ما کار در پچق میکنه. اینا کسایی هستند که جنایتکارای قرن و تاریخ است نسل افغان. همگیتان هوشیار باشین، آگاه باشین، بدانین مردم سرزمین، مردم بلا کشیده و عذاب کشیده، یک اولاد شما در مردیکاری و در صدها رقم خون جگر بزرگ ساختین، یک افغان جنوبی وال میآیه مفت و مجانی تابلتکه میده، برش تابلتکهی میسازه، معتاد میسازه. همگیشان معتاد شدن. به خدا میلیون ها نفر در شمال معتاد شده، نسل جوان، بانوها معتاد شده. به لحاظ خدا این یک درد بسیار عظیم و بزرگ است. این کاری است که نسل فردای ما را، میفهمید، طفلای را که در روی سرک به خاطر پدرش مرده، به خاطر نفقه مادر و خواهر یتیمش در روی سرک، طفلکای 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله پلاستیک، خلطه پلاستیک میفروشن. اونا را میبرن دوزه ها لواط میکنن، اونا را میبرن در اینجا بار کرده به نامی که در مدرسه ما شما را شامل میکنیم، در مدرسه ها مکمل لواطت میشن. یک وحشت بی سابقه در سرزمین جریان داره. از طرف کی؟ از طرف نسل افغان. به لحاظ خدا از اونمو لعنتی ملاعبت الله تا چپراستی های مکتبشان افغان است. یک دستگاه کاملا افغانی. ما کی را بگویم وقتی که افغان نگویم؟ کدام ازبک در اونجا صلاحیت داره؟ کدام تاجیک در اونجا یک کاره صلاحیت داره؟ همگی تمام برنامه از اتاق فکر افغانوالی و تطبیق کننده شم یک گروه جنایتکار به نام طالب افغان. دشمن مردم سرزمین ما کیست؟ افغان. قاتل تمام مردم ما کیست؟ افغان. ننگ و ناموس مردم ما را کی ده حراج میته؟ افغان. در موتر فلدر کی گیر میایه؟ افغان. در زیر کمپل کی گیر میایه؟ افغان. دخترایی که از توقیف خانه میبرایه که از تجاوزهای جنسی بالایشان قصه میکنه کی کده؟ افغان. نسلت گم شوه. قوم کثیف بسته سرزمین ما را در گند کشیدین. بت بامیان کی تخریب میکنه؟ افغان. احمد ظاهر کی میکشه؟ افغان. بسته سرزمین ما را مکمل جغرافیایش کی میفروشه؟ افغان. ما از کی بنالیم؟ خینا را بانده. گفته دکتر عبدالله که گفت در جنازه جنرال داود شهید گفت برای ما، گفته
حامد کرزی گفت جنرال داود دو روز پیش از ترورش آمد برای من قصه کرد، گفت کرزی مرا خواست میگه که تو چرا علی یک قوم دست و پاچه برزدی؟ گفت من گفتم که جنرال داود گفتم ما چی علی یک قوم دست و پاچه برزدیم؟ گفت تو کل افغانا را پشتونا را دستگیر میکنی، در خارجی ها تسلیم میکنی. گفت برادر رئیس صاحب من در خط نبردم که میگیرم افغان است، در میدان کیواسکت انتحاری هم میگیرم افغان است، در زیر پلچک در بمبگذاری هم میگیرم افغان است، در هر جایی که میگیرم افغان است. خیمت چی کنم؟ افغان ایلا کنم برم یک ازبک از سر زمینش بیلش پرتم دیخان کش کرده بیارم که نه بیا که جندر مراحت شوه افغان که دستگیر شد تو هم باید دستگیر شوی. و برادر کل قضیه را قوم تو میکنم، من کی را بگیرم دیگه؟ وقتی که ما میبینیم تمام جنایت افغان میکنه چی گفته ما اصلا نگویم؟ وقتی که نامشانه بگیری که بگوی اینی کار تو کردی یک دفعه رگ افغانیتش میپنده میگه تو قوم پرستی میکنی، تو میای آدرس افغانو ای تو میگی. خیمه افغانا را نگویم کی را بگویم؟ کی متهم است؟ کی ملامت است؟ فاعل تمام قضایای بدبختی سرزمین ما کی است؟ مردم ما را کی میکشه؟ مردم ما را کی بی ناموس میسازه؟ کی بی عزت میسازه؟ خاک ما را کی فروخته؟ کی میفروشه؟ ما کی را بگوییم که افغانا نگوییم؟ به هر حال ما همین دردهای درونی دلم بود که بیان کردم. این درد من است، درد او سرزمین است، درد او ملت اردم شهید است، درد او مردمی است که شلاق افغانیزم هر شب و روز در گرده هایشان میخوره. ما در اینجا ششتگیستیم، در پشت مایکا و تریبیونا راحت گپ میزنیم، ولی یک جوان ما میبره از خانه در دان دروازش یک افغان استاد میشه میگه چی میکنی اینجا؟ بیا اینجا. پیش میای از مویش میگیره که قفاق در ریاج میزنه، قیچی که میگه موی زیره. غرور یک جوان در زمین میزنن، بی عزت میسازن، بی آبرو میسازن، مجبور میسازن که منطقه را اعلا کنه، فرار کنه، میگه که من خانه و جای تا کار دارم، زمین زیر پایت. کلش کی میکنه؟ افغان میکنه. 3 لک مهاجر کی میاره؟ از افغان میاره. چرا در ولایت‌های جنوبی جای به جای نمیکنن؟ چرا دشتای بکوای المند خالی هم تو ماندگی است، چرا در اونجا شهرک سازی نمیکنن؟ افغانا را میارن در شمال در سر خانه و جای ما جای به جای میکنن. این جنایت ما نگوییم. ما وقتی که گفتیم قوم پرست هستیم، مردم کشور ما ای را به یاد داشته باشین که وقتی که هر کستان که یک چیز را فهمید، یک حقیقت فهمید، وقتی که ادعای اینمی را کرد که ما هم یک 2 ورق کتاب خواندیم و از حقیقت‌های جامعه میفهمم و بیان میکنم، اونمون لحظه افغان مور کولابی و مور خارجی و ایرانی و منافق در پیشانیش میزنه، میگه اینایی که میگه که شما را آقا میسازه اینا کولابیست، فکرتان باشه، یا کولابیست یا دشمنتان است، اینا تفرقه هم مندازه یا شما را جنگ مندازه، نفاق ملی را در دامن میزنه در کشور. ولی اگر گفتی که ما افغان هستم، هیچ مشکلی نیست، از امون سرزمین هستم، تو را میگه اصلا وطن پرست توستی، اصلا آدم شریف توستی، اصلا تو از اونمون سرزمین هستی. اما یاور از اون سرزمین نیست، بشیر شیوا از اون سرزمین نیست، نوابزاده از اون سرزمین نیست. اینا میگه تفرقه انداز هستن، اینا کولابی هستن، اینا کسایی هستن که میخواین در بین ملت او سرزمین نفاق بندازن. کدام ملت؟ ما چه زمان ملت داشتیم؟ چه زمان ملت بودیم ما مردم؟ یک ملت همین رقم میباشه که عبدالرحمن بارگزای بیاید 63% یک قومش از تیغ تیر کنه، کلموناره بسازه از مرده هایش. همین ملت است. همین ملت است که از 13 شمسی تا 13 شمسی مردم کاپیسا و پروانه قین و فانه کنه، پستانهای زنا را در پله کلگین بانه، رویش پای خود بانه پچک کنه، بگه تفنگ شوید کجاست؟ جوالدوز بگیره، درفش کنه دوزی را بگیره در بدن زنا بزنه، بگه تفنگ شوید کجاست؟ در روی میدان بازار جبل سراج برای محمد گل مومند پدر لعنت بگویه که ما 3 چیز میخوایم: تفنگ، طلا، پول، و اگر این 3 چیز ندارین خانمتان برای ما بیارین. ما ملت هستیم. ما کدام زمان ملت بودیم؟ تاکستانهای شمالی را 24 سال پیش در دوره اول مقاومت مکمل در داد، زمین سوخته را یادگارش تا هنوز است.
18,000 جوان ما امروز در مبسای هلمند و شورابک و قندار و پلچرخی و بگرام هر شب از مادرزادی هایشان در برق داده شلاق زده میشن. ما ملت هستیم. در روی صدها خانواده ما مردش هم میکشه، تفلکایش چیغز داره، در دانش کدی مرمی میزنه که تو اربکی بودی، تو در ارتش قبلی بودی. ما ملت هستیم. کدام ملت؟ چرا دشمنتان نمیشناسین؟ چرا جنایتکارای تاریخ نمیشناسین؟ چرا نمیدونین که یک قوم لعنتی در صدد حذفتان پای لچ کرده، شب و روز جایدادتان میگیره، قتل عامتان میکنه، جوانایتان تابلتگی میکنه، هر رقم ستم میکنه. 4 تا کثیف دیگهش در لایفا میایه میگه که ما برادر ماستین، شما این 4 نفر تیک تاکر که حقیقت گویی را میگه اینا منافق هستن. مردم اصلی اونو مردم گوسفندی است که در درون افغانستان تفنگ طالب در شقیقیش است، میگه اگر صدای تکشیدی مغزای سرت باد میکنم. او بیچاران میگه که بله ما افغان هستیم، از این ملک هستیم، هیچ اصلا مشکل نیست. وقتی که ما گپ زدیم ما منافق میشیم، ما کلابی میشیم. جنایت افغانه، این مداریگری افغانه، این فلوتبازی افغانه که تو را از سر دست بکشه و بگوی برادرم و در نافت شمشیر لغت کنه. این را درک کنین برادر. اگر نمیکنین ابی خر در خردتان باید بخنده. باید اینمی شعور داشته باشین. شعور سیاسی تان خانه تکانی کنین، شعور سیاسی تان پالایش کنین، سایقل بتین. به این گونه نمیشه که ما تو هم برادر بگوییم و هم کشتار شویم، هم قتل شویم، هم بیناموس شویم. مرا بسیار ببخشین دوستای عزیز، من اگر زیاد حرف زدم، اگر همین صحبت ها و همین دیدگاه های مشخص است که امروز ملت نیاز داره برشان باید بشنوند. برنامه امروز به اختتام است. اگر نابزاده صاحب چیز داره، ما یک برنامه عملی داریم استاد در رابطه با که به عنوان سربلندی سرزمین کسانی که در پاکستان به سر میبرند بسیار به اوج نگرانی هست. یک پتیشن کار که در روان هستیم که این پتیشن اگر بتونیم از طریق سازمان ملل متحد و بعضی از نهادهای قانونی مثل آلمان و بعضی از کشورها یک مقدار افکارهای را در قبال بانوها و بردوش بکشیم تا مشکلات از اینا حل شود. کسی دیگه صدای ملت نمیشنوه. در ما مطمئن به هستم تا اینمی جمع اینمی مردم عام، اینمی مردم عام هم مبارز هستند، همین مردم عام هم رهبر هستند، همین مردم عام هم با غیرت هستند، همین مردم عام هم با وجدان هستند، همین مردم عام هم سرزمین مربوط از اینا متعلق به اینا هست. اینمی مردم عام اگر در قبال خواهرها و برادرها و عزیزان خودشان مسئولیت نگیرند و یکی دیگه خودشان مواظب نباشند، ما فکر میکنم ما به جا نمیرسیم. یک نقل قول از یک آدم بزرگوار، من خیلی در سن سال کوچکی قرار داشتم. ما چون دو برادر هستیم، همیشه برای من یک چیز اطلاق میکرد که یکی دیگه دوش کنین، یعنی یکی دیگه دوش کنین. حال دقیق ما در اون نقطه هستیم که ما مجبور هستیم که یکی دیگه خود ما را هوش کنیم و یکی دیگه خود حمایت بکنیم. در غیر از اینکه ما انتظار از این بشینیم تبل سیاسیون به گردن بزنیم که اونها یک کاری میکنن، قسم میداریم که در 10 سال دیگه هم کس صدای خود نمیکشه و ما ناگزیر هستیم از اینمی تعداد 1200 نفر که کنار ما هستن باجزانه خواهش میکنم تا در قسمت امضا کردن پتیشن با ما همکاری بکنین. پس از دوستایی که اگر میتونین بعض از خواهرایتون در داخل پاکستان کمک بکنین، با ما میتونین مستقیم تماس بگیرین، شما را وصل میکنیم. بعض از مشکلاتایی که اینا دارن برای هر کدام ما 10 نفر یک جوشیم یک بانو را حمایت کنیم، 20 نفر یک جوشیم یک کودک حمایت کنیم، 50 نفر یک جوشیم یک خواهر حمایت بکنیم. یک دلار هم بر شما نمیرسه. پیسه یک گیلاس قهوه‌تون $10 میشه. $10 در داخل یک جغرافیا خرج 4 روزه 5 روزه 6 روزه یک خواهر در داخل سرزمین پاکستان است. من از شما، از جمع از دوستا، از جمع هواداران این جنبش و از جمع از مردمانی که امروز خودجوش کنار ما استاد هستند، یعنی بر ما فرق نمیکنه که یک خواهر ازبک بود و یک خواهر هزاره بود، یعنی ما مردم اصل ملی گرا هستیم که درد یک خواهر ازبک هزاره رو میشنویم، درد یک خواهر بدخشی و درد یک خواهر تخاری و درد یک خواهر المندی رو امروز از نزدیک ما مطالعه داریم میشنویم، صدایشان در گوش ما هست. یعنی باور ما است که امی مردم اگر یک کمک احساس مسئولیت، مطمئن هستم که میگیرن مسئولیت، اگر یک کمک دیگه هم شیمه بکنن، یک کمک دیگه هم امی همتشون به کار بندازن، نگوین به ما چی و امی مسئولیت در دل خودشان وقت شب سرشون بر بالش خوابشان گذاشتن، یک بار بر 10 دقیقه درباره امی خواهر که امروز صدایشان شنیدن یک فکر بکنن. مطمئن هستم که ما مشکلات خیلی از مردم مجبور هستیم، ناگزیر هستیم حل بکنیم که مسئولیت است و بدون شک حلم خواد کردیم. خیلی تشکر استاد، شما آمدین جناب نابزاده. خیلی تشکر. حرف آخرم اینمی است که اونمو خواهرایی را که امروز خود دردشان فریاد میکشی، عامل اینمی سرنوشتشان افغان است. این باید داشته باشه.
دقیق استاد شیوای محترم، ما در گپای تا یکمک دوگاه میخوایم پیش برم. کدام گندگی هایی که در افغانستان یادآور شدی، امو گندگی ها را در امی اروپا و امریکا اینمی افغان بغیر افغان کسی دیگه نمیکنن. میرم یادآور شدین همیش که بسیار مهم است و ما پوتیشن هایی که جور کردیم در اینجا که باید تمام ادارای دولتی و یا امو ادارای پناهندگی ایره باید درک کنه و بفهمن که تمام مردم مهاجر از افغانستان که وقتی که میاین اینها افغان نیستن و باید تفکیک صورت بگیره، چون که زیادتر وحشت و دهشت از طرف اینمیه افغانا صورت میگیره. و برای تفلک بچه‌ای است که چشم برده و دست پای کشیدن از بدخشان است. طفل است. یاور صاحب عزیز، تشکر از اینکه شما ما را وقت دادین، جان سپاس. انشالله ما به نماینده هایی که در پاکستان ما داریم، رحیمی صاحب، بخشی صاحب و بانو تلاش، اونها با ما قبلا به تماس بودن و فعلا هم میخوایم باشن تماس بگیریم. سپاسگزاری میکنیم این مسئولیت که در گردن ما انداختین. انشالله ما میتونیم که با موجه احسن به پیش بریم و تمام دوستا را از پیش تمام دوستا تقاضا میکنیم که در پالی ما استاد شوند و این پلتفرم یا این پوتیشن را که از طرف جنبش صلح آزادی ایجاد شده تا اینکه ببریم بیشتر، تا اینکه آگاهی بیشتر پیدا شود و مردم ما کمک صورت بگیرن. سپاس یاور صاحب عزیز و استاد شوی محترم. قربانتان، ما شما را به خدا میسپارم. اگر به لایفتان پایان یافته مشترکاً خداحافظی میکنیم و اگر نیم خداحافظی میگیریم از شما دیگه لایفتان ادامه بدین. لایف خوش برتون میکنم. تشکر استاد، نام هم قطع میکنیم. تشکر میکنم از شما. هم امیدوار هستم همون گروپ ها را با هم یک منسجم بسازیم. خیلی از دوستا هستن میتونن به یکدیگهشون کار بکنن، یعنی یک جمع بزرگ از دوستا هستن. دقیقاً میریم به طرف ساختار از این برنامه، میریم نماینده ها را برشان معرفی میکنیم. نماینده ها که از قبلا هم بودن و بسیار مخصوصا در 8 مارس پیش از این بسیار برنامه‌های زیادی داشتن در اوچه. دوستای ما را، عزیزای ما را به اونها وصل میکنیم و کوشش میکنیم که پوتیشن ببریم به طرف از اینکه زیادتر امضا شوه و بازم صدا میکنیم تقریبا 1000 نفر فعلا است. 1000 نفر اگر امضا کنه فعلا و 1000 نفر به 1000 نفر دیگه برسانه چی بهتر. تشکر. بازم کدام گپی باشه، سخنی باشه، امری باشه، ما در خدمت هستیم. تنها یک مسئله را بر دوستان میگم که وقت ما کم است در قبال پوتیشن. هر چقدر زودتر دست به کار شیم به اون اندازه ما نتیجه و فیدبک بسیار زود میتونیم بگیریم و مسئله را حل بکنیم. نوزاد صاحب یک دنیا تشکر مردم بزرگ. درود بر شما میرسانم. امیدوارم خوش و خندان باشین. یک لحظه باشین که ما همین کمری من چرا باز نمیشه نمیدونم چرا. یک لحظه باشین. آقای یاور درود بر شما میرسانم. امیدوارم خوش و خندان باشین. برنامه شما را امروز دیدم ولی به هر ترتیب من شماره تلفن خود بر شما روان کردم. در مسیج شما گذاشتم کتابتانم با یکی از بانوان سرزمین ما که امروز آواره شده. دلایل مختلف داره آواره شدگی سرزمین به اصطلاح اولاد وطن و ما میخوایم که با یکی از این بانوان تماس بگیرم و بتانم تا جایی که بتانم با خانواده یا با دوستان صحبت بکنیم که کمک برسانیم به یک بانو تا بتانم یک بانو را اگه بتانیم ما نجات بدیم. ولی به هر ترتیب حرفها زیاد است آقای یاور گرانقدر. حرف من روی آقای حرفای شیوا بود. شیوا قسم بیان کردن که تمامی بدبختی های افغانستان توسط قوم افغان میگن، یعنی منظورشان از پشتون هاست. ولی این فراموش نکنن که بربادی سرزمین ما افغان نیست. مواقعیت ها را بیان میکنم. ما در 1980 مضمون نوشتم در پشاور. ما اونجا واقعیت های تلخ افغانستان را بیان کردم که این عذابی که به اصطلاح عذاب اشرار بود توسط پسوند اسلامی، این استخبارات جهان بود که ما را برباد داد و فرزند افغانستان بود که ما را برباد داد و با پسوند اسلامی که توسط CIA و آقای برژنسکی که آمد و جهاد نامقدس را شروع کرد، یعنی بربادی. شما در قبال این فرمان ها چی نظر دارید؟ فرماندار نمیخوانم. من میخوایم حرف دل خود بزنم آقای یاور
هیچ متهم پشت کردین، فرمانا نگردیم. آقای شیوا را متهم کردین. من دوست دارم وارد یک گفتمان انسانی و منطقی شوم. با شما میخوایم از شما بیشتر بیاموزم در رابطه با نزاکت ها و مشکلات و جنجال هایی که در طول 129 سال پسین متاسفانه آب برگوله های سربلند مردمان سرزمین ما خشکانیده و مردم با یک دردسر متاسفانه. آقای یاور یک دقیقه من اجازه بدید حرفای خود بزنم. این دردها از 100 و چند سال شروع نمیشه. درد وطن ما از 1300 سال و اند شروع شده. زمانی که پای اسلام آمد. اصلا در افغانستان ما بین خود کدام خصومت ما نداریم. درد ما درد اسلام است. اسلامی سرزمین برباد داد. مگر اشرار توسط کی آمد؟ توسط سیایی آمد یا نامد؟ توسط MI6 آمد. همین بربادی 45 سال افغانستان توسط کی آمد؟ ما چرا گردن افغان را بگیریم؟ آقای قاسم بزرگوار بگذارین یک ذره مسئله را طولانی تر ببریم، چون کتابم در پشت سر شما ماندگی است. من شما مرد خردمند و دانا نگردین. من میدونم شما کجا میرید. من زنگ زدم بر شما، مسیج خودم ماندم، تلفن خودم ماندم و آقای شیوا بیاین دفاع بکنن که افغان در کجای از این منظورشان اگر افغان پشتون است، ولی ما با پیش ما افغان همه افغان هستند فعلا تو این سرزمین ما. اجازه بدین نه ببینین امروز ما آمدیم فقط امیر حرف بیان میکنیم که دیگر دامن نزنین. ما یک سرزمینی هستیم به هر نامی که یادش میکنی. ما اینمی ما هستم، اینمی شما هستیم. مرد بزرگوار خطای جامعه است که در این جامعه پشتون وجود داره، تاجیک وجود داره، ازبک وجود داره. ما فقط یک راه را گم کردیم، اون عدالت است. باید ما بیاییم عدالت را بیاریم. اما تا زمانی که ما این اسلام نامبارک در سرزمین ما بس ما دینی نیست مرد بزرگوار، بس ما یک مقدار فراتر است. من میدونم واقعیت ها را بیان میکنم به خاطر که ببینید آقای یاور درد ما اسلام است. درد ما اسلام است. اسلام بوده و اسلام خواهد بود تا اسلام نابود نشه. هیچگاه ما دوستا میتونیم بر صحبت بکنیم مرد عزیز. بفرمایید. شما همیشه ما در جریان بحث ها و گفتمان ها شما را تعقیب کردیم. شما بیشتر گله های شما برمیگرده برای این 30 سال و 40 سال. درست؟ بله بفرمایید. اسمی سرزمینه که مرد تمدن و فرهنگ و باور و اندیشه، کتوبت بوده داری، اقتدار بوده داری، آرامش بوده داری، سربلندی بوده داری، برابری بوده داری، امان و عدالت بوده داری. اسمی سرزمین چنج کرده مرد بزرگوار؟ یک افغان یا تاجیک؟ بی تفاوت از فرزند یمی. ما سرزمین ایران. آلک سوال کردین بشنوین، اجازه بدین. سرزمین ما ایران شهر است. از ایران شهر آمدیم ما سرزمین خراسان و امروز سرزمین ما سرزمین افغانستان است که ثبت ملل متحد است. هر زمانه ما امی حرف زدیم آقای یاور، امی حرف زدیم هر زمانه که عدالت بحث عدالت هم میکنین، باز میرین پشت انگلیس هم میکنین. همین لحظه شما از دیدگاه یک انگلیس متاسفانه حمایت میکنین در حمایت انگلیسی. آقای یاور ما انگلیس ما پیشتر هم گفتم MI6 کیست؟ MI6 امریکا انگلیس است. CIA کیست؟ امریکاست. آقای بزرگوار جناب قاسم، شما میین MI6 نقد میکنین اما در کنارش فرهنگ و ایدئولوژی و باور MI6 ترویج میکنین. افغان توسط انگلیس ها مانده شده یا توسط مردم سربلند یک سرزمین؟ بفرمایید. معلوم دار که انگلیس دست داشته. ما همیشه گفتیم استخبارات جهان در سرزمین ما دست داشته، امروز هم دست داره. جناب قاسم صاحب بزرگوار، شما در دو دانه دیدگاه قرار دارید. اول میین نقد میکنین و نقدتون پس میگین. شما آمدین گفتین انگلیس MI6 با شما قبول کردن، گفتم بله کشور سرزمین ما تاراج شدن، دستای مختلف و متفاوتی بودن. اسمی سرزمین به نام افغانستان بر باور شخصی شما مرد بزرگوار و مرد کهن و مرد صاحب اندیشه و قلم و کتوبت هستین، به نظر شما آیا انگلیس ها توسط جناب آقای عبدالرحمن خان گذاشتن یا نه؟ کجاست سند تاریخی شما که انگلیس گذاشته این نامه؟ شما کتاب مطالعه میکنین؟ کتاب جناب آقای الفنستون خواندین؟ نه نخواندیم. شما بفرمایید ببین. امر یک لطف بکنید بخونین. شما فوستر رو میشناسین؟ فاستر؟ بله. یا اینو فاستر. شما اینا میشناسین؟ خاطراتشون خواندین؟ نه خاطراتش نخواندیم. لطف بکنین در این قسمت برین ولی من میبرم شما رو سند بشم. خاطرات یک شخص سند تاریخی میشه؟ نه سند دیگه هم شد. مرد بزرگوار خیر ببینید، من بسیار دوست دارم که یک مرد بزرگوار سند بخوایم. این سند از داکومنتری مشخص
خود همی کتابخانه رسمی انگلیس است کتاب ها درخواست جناب آقای امان الله خان را یادداشت بکنید. مرد بزرگوار پی دی اف شام خواستین براتون روان میکنم. تیم رسانه آقای قاسم نام فالو بگیرید اینا برشان روان بکنین که سندهای مشخصه جناب آقای عبدالرحمن خان در قسمت تحمیل ای واژه ها و ای اسم جغرافی به نام افغانستان مطالعه بکنن بفهمن این سند. گوش کن برادر بزرگوار. آقای عبدالرحمن خان وقتی در تراز با دیدگاه مشخص انگلیسی مطابق اسناد و معادله ها و منابع مشخص که در دست ما قرار دارند پیمان بسته میکنند خائن هستند یا نه؟ شرایط و روز ایجاب میکرد مجبور بود عبدالرحمن خان که باید با انگلیسا کنار بود. امان الله خان با تمام تایید مسئله های مهم و همچنان سیستم بردهداری های نوین و مدرن بردهداری ها مطابق اینی فرمان ها شما بشنوین فرمان ها را مطابق این فرمان های دولتی مطابق این فرمان های امان الله خانی مطابق اسنادهای مشخص آیا سیستم بردهداری را که جناب آقای امان الله خان در این سرزمین پیش می بردن به نظر شما خائن ملی هستن یا نه؟ شما وقتی که از بردهداری زمان امان الله خان یاد میکنین آقای یاور کدام سند از شما که برای ما پیشکش کردین؟ آیا شاه امان الله بردهداری را برداشت یا بردهداری پدر و اجداد و نیاکان خود از سر شما ها گذاشت دوسیش بست. خب وقتی که ما پس کنین بذارین که من یک صحبت بکنم بر شما. درست است. مربوطین میریم سر مسئله دوم. مطابق فرمانهای مشخص رسمی سلطنتی آقای امان الله خان سیستم بردهداری جناب آقای عبدالرحمن خان در این سرزمین وجود داشته که 65% مردم یک سرزمین قتل عام صورت گرفته، اموال مشخص سرزمین به تاراج رفته، سیاست‌های بیرون توسط ساختارهای مشخص انگلیسی در کنترل بوده، اسمی سرزمین به وساطت مشخص انگلیس‌ها در تبانی با روسیه تزار آورده شده، اسم سربلند یک سرزمین جدا شده و این آدم در میان تاریخ به عنوان شاه اطلاعی معرفی شده و عنوان یک آدم موسفید که 1600 نفر بیننده هست. کتب در پشتتان است. من یک نسل نوین و جوان در مقابل شما قرار دارم. آیا جناب آقای عبدالرحمن خان خائن ملی هست یا خیر؟ نه، خائن ملی نیست. خیانت ما اشتباهات سیاسی را دیدیم در دوران امان الله خان در مورد مردم سربلند یک سرزمین معامله کردن با دیدگاه های مشخص انگلیسی که شما از مایستکس در ابتدای حرفتان دیدگاه داشتین، در تبانی با اینا برنامه، پروگرام، قرارداد، نشست، درخواست، ساختار، آیا برخلاف یک سرزمین که صورت میگیره خیانت ملی هست یا نه؟ نه، خیانت ملی نیست. نه، خیانت ملی نیست. زمانی که خود خیانت ملی زمانی صورت میگیره که تمامی ملت در روش شریک باشه و وقتی که شراکت ملت در روش خیانت وجود نداره، خیانت ملی چطور شما گفته میکنید؟ که مربوط تمام اقشار مختلف و متفاوت یک سرزمین میشه و همه در روش سهم دارن. یک آدم در تبانی با یک سیستم مشخص انگلیسی مطابق اینی اسناد گوش کنید، واضح براتون میگم. من مطمئن هستم فارسی حرف میزنم، امیدوار هستم فارسی من کمی قابل شنود باشه. مطابق اسنادهای مشخص و داکومنت هایی که در موزیم رسمی انگلستان در 1880 تن تاریخ انبرزدگی است قرار داره. آیا خائن ملی هست یا نه مطابق گفتمان شما؟ آقای یاور، ساده ترین راه همیست که من یه اسناد شما گفتین که بر من روان میکنه، درست است؟ ما به عنوان یک مرد موسفید بزرگواری که در پشتون کتاب قطار است، پشت از او کتابا نگردین. او کتابایی است که بسیاری اکثرش کتابای ضد اسلامی است، کتابای ضد محمد است. شما راجع به او صحبت بکنین به اینکه صحبت بکنین. ما که سالها گفتیم درد من درد پشتون نیست، درد من افغان نیست، درد من تاجیک نیست. اجازه بدین من میفهم کجا میرین. درد من اقوام این سرزمین نیست، درد من اسلام است. اسلام سرزمین من نابود کرده، نه شاه امان الله سرزمین نابود کرده، نه عبدالرحمن خان سرزمین نابود کرده. 1300 سال اند است که ما در دست این دین کثیف به نام محمد ما برباد شدیم. مقابل من نشستین، توهین نکنین بزرگوار. من یک آدم یک واقعیت آقای یاور،
این یک واقعیت است که انکار کرده نمیتونی. این دین محمد بود که مرا به این اجازه بدین. شما اسناد عبدالرحمن خان میارین، من اسناد محمد براتون میارم. ما اسناد امان الله خان میارین، من اسناد چاریار محمد براتون میارم. میتونین صحبت کنیم یا نه؟ اجازه بدین من صحبت بکنم. من سالها اجازه بدین همین حرف شما یک بگوین یک تا بشنوین. آقای بزرگوار مایک تا باز کنین. ببخشید مایک تصویرتان روشن کنین. شما گفتین که شما کتب‌های بسیار بیشمار در نقد دین مطالعه دارید، درست؟ بله. شکر. آقای بزرگوار شما یک آدمی هستین که باورمند بر ادیان نیستین، درست؟ مطلقاً نه. مطلقاً نیستم. شما ایدئولوژی و باور و دیدگاهتون چی است؟ اول میخوایم میره بفهمم بعد پیش بریم. دیدگاه من انسانی است و من باورمند به انسانیت دارم و این دین وارداتی را میدونم که در سرزمین ما به چه قسم آمده. در کوتاه سوال میکنیم از یکی دیگر. شما گفتین که انسان هستین، درست؟ بله. شما میتونین ما میریم از دید سایکولوژی انسان یک مقدار مورد شما دیگه جای رفتین میدونم که کجا میخواین برید. بیاین سر می اسلام نامبارکتون صحبت بکنیم. من بیشتر یاد کردم که این جهاد نامبارکتون نه اجازه مایک ما اهل بحث نیستیم. پایان برین عزیز. شما نیستین توان بحث نیستین عزیز. وقتی میای در یک جا که بحث بکنی بشی بحث گوش بکن. بحث دینی میکرد میرفتیم بحث درون دینی میرفتیم وارد میشیم. شما اجازه نمیدین. نه؟ در جایی که یک آدم به انسانیت ایمان و باور داشته باشه و دیدگاهش انسانی باشه هیچ وقت سر خود در مقابل زور خم نمیکنه. شما متاسفانه میترسین. چرا سربلندانه نمیگین که بله جناب آقای عبدالرحمن خان متاسفانه با امضا کردن چندین سند مشخص اسمی سرزمین تغییر دادن، جغرافیای سرزمین برهم زدن، تعداد زیادی از مردم ها از این سرزمین راندن، 65% مردم سرزمین قتل عام کردن. بنابراین بله جوان عزیز اینا خائن ملی هستند. فرمان نشان دادم بردان. پیشمک آمدی طرف نرو. من بیشتر از 4 تیوی تنها فرمانهای مشخص شاهی در دست دارم. فرمانهای مشخص شاهی. بیشتر آقای شیوا گفت که اینا پودر و تریاک در جاهای مختلف بر مردم میفروشن. من بر شما یک سند نشان میدم. گوش کنین عزیز من. وقتی در لایو فلان میشین وزن جوانها را یک مقدار بفهمید. وزن جوانها را که نفهمین بیاین باز یکم شما سرگردان میشین متاسفانه. من یک سند بر شما نشان میدم. یک سند براتون نشان میدم که این سند در دسترس ما قرار داره. یه هم پیش شما باقی بمانه که شما آرام بفهمین که قصه در چی است. زمینی نامه گمرک چطورکایی تریاک چرس و عینی اونو فرمان مشخص آقای امان الله خان است. تریاک اونو قدر قیمت، چرس چطورکایی اینه قدر قیمت و هم سال مواد مخدرات متفاوت در اینی قیمت ها مطابق فرمان های مشخص جناب امان الله خان قابل نشر، تکثیر و پخش است. آقای شیوا اگر حرفی میزنن مطابق سند حرف میزنن. ما براتون سند رعایت میکنیم، شما به این جواب بدید. این وطن خراب ما نکردیم، این وطن بدبختی را ما ناوردیم. همو پیر بروزی باباست چگاره هست امور ما تا هنوز اسمش هم یگان وقت در دلم جا نمیده. مدارس مشخص افراطیت دین در میرامشای پاکستان خصوصا شورای پشاور و شورای کویت کیها برداشت داشتن؟ کیها اطفالی سرزمین ترویج میکردن، ذهن سازی میکردن و جنت میفرستادن، در کمرشون بم بسته میکردن؟ مگر ما قربانی ایدئولوژی ها نشدیم؟ نه، ما خود نکفاندیم، ما خود پاره نکردیم، ما خود در بدر نشدیم، ما خود در جای مختلف تریاک کش نکردیم، ما خود جوانان خود ما نوجوانان و عزیزان و اطفال خود ما را در میان کشتزار کوکنار مصروف نساختیم، ما خود جوانان ما را در کوه ها بلند نکردیم که در پکتیا و در زرمت در جای مختلف باز علیه یک برادر دیگه برادرش جنگ بکنن، ما خود در دانشگاه و مکتب بسته نکردیم، ما خود یک خواهر سربلند یک سرزمین با شتر و با قاطر و با خیلی از موارد دیگه معامله نکردیم. عزیز من، تا آقای بزرگوار یک بار در بحث دینی فهماندم معنا و مفهوم انسان هنوز خیلی دور است که درک بکنیم. لطفاً کمک در جاهای برین بلند شوین که مشکلات
فکریتان یک مقدار قابل حل باشه. تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی. ما ز خود هنوز بیرون نشدیم، از خود هنوز بیرون نیستیم، معنا و مفهوم درون خود ما را نمیفهمیم. میریم سر اندیشه های حرف میزنیم که اصلا اون اندیشه ها خیلی از توان و سعت و فکری ما کاملا دور است. شما اگر نقد دین هم دارین، نقد دین انسان در یک جای نقد دین میکنه که بسیار آرام، خردمندانه، هوشیارانه، صادق میباشه. سر خدا انت بلند میگیرم، میگم من آمدیم دیدگاه مشخص انسانی دارم، دین نقد میکنم. اما در قسمت واقعیت گویی شیر آواره میباشه، نمیترسم. نترس، واقعیت ها را بگو. بله فلانی دوست بود، بله خائن ملی بود. بعد از اون میگم شرفت بزرگ است و درود بر وجدان پاک تو مرد بزرگوار خردمند. اینا رو از تو میآموزم. پیشوری ممیایی میشینی، انگلیس نقد میکنی، اسناد انگلیسی رو برات میندازم، فرار میکنی، میگی شرایط بود. از ما شرایط نبود. از ما شرایط نبود. به هر حال از جمع از دوستا و سربلندا 1700 نفر که در جریان برنامه بودین خیلی سپاسگزار هستم که تایید ما را مراعات کردین، ما را شنیدین. امروز بسیار دردهای بیشمار متاسفانه دامنگیر ما بود که مرا خصوصا در قسمت همی خواهران سربلند ما یک مقدار پریشان و ناراحت و اذیت ساخت. این مثلا کمک تکان دهنده بود. امیدوار هستم شب‌های بعد بتونیم برنامه ها را یک مقدار قوی پروموت بکنیم و بتونیم خیلی از نزاکت هایی که جریان داره حلش بکنیم. در قسمت بانوان سربلندی که در جغرافیای پاکستان امروز در گیر ماندن، ویزا ندارن، تمامشان خواهران ما هستند، خیلی از مشکلات جدی و پیش رویشان قرار داره. اگر هیچ چیز کرده نمیتونین، در همون پتیشن فقط یک امضا بکنین تا ما در قسمت دادخواهی از اونها استاد شویم، دادخواهی بکنیم تا باشه آن خواهران سربلند ما که از اونها بوی مادران سربلند به مشام ما میرسه، از اونها آزادی و سربلندی به مشام ما میرسه، اونها راحت بتونن حداقل بقیه عمرشون در همون زندگی فقر و بدبختی و بیچارگی که دارن حداقل آرام زندگی بکنن و راحت پیش برن. لینک امضاهای الکترونیک در دسترس شما دوستا در صفحه ما هم ان شاء الله تا لحظات بعدی بعد از ختم لایف ما در جریانتان در دسترس شما قرار میتونم. همچنان کمیته رسانه‌ای جنبش صلح آزادی را میتونین تماس بگیرین، براتون در خدمتتون قرار میده. و همچنان اکانت دیگه منبع روشنگری تاجیکان عزیز میتونین شما فالو بگیرین، اینا شما را میتونه با ما واصل بکنه و در قسمت پتیشن شما را راهنمایی بکنه. همون صاحب اگه کدام حرفی در رابطه پتیشن از بجمع از دوستا بگو. 1600 نفر از ما هستن که مورد بفهمن. چشم. پتیشن هم میگم یه ورسه بمی عزیز ما که در لایف با شما بود از شما پرسید که منابع از کجا میارین. من برش همیشه یک تصویر میگذارم ببینن که ما هیچ وقت گپی بدون سند و ماخذ منابع نمیزنیم و خودشان هم ما آدرس میگذاریم، خودشان برن مراجعه کنن. ما به شما در واتساپ بزنس هم منابع از اضافه فرستادن هست در اختیار شما. بله اما را شما برشان نشان بتن و ترجمه فارسی و انگلیسیش که ببینن که منابع ما از کجاست و ما از کجا منابع را میگیریم. در بخش پتیشن تا همین لحظه خوشبختانه 110 امضا جمع آوری شده. یک لحظه من میره. بله 110 امضا جمع آوری شده که عزیزای ما امضا کردن و بیشترین امضا از واتساپ، فیسبوک و تیک تاک بوده. من فقط میره به گفتن بود. لینکش در دسترس صفحه شما هست میاله؟ لینکش در گروه ها تقسیم شده. ختم لایف شما از فیسبوک و همه منابع نشر میشه. در اکانت شما نیست فعلا؟ در اکانت ما نیست، در کمیته رسانه‌ای است، در اختیار است. کمیته رسانه‌ای را میتونین دوستا معلومات بگیرین. فردا حتما سر 1 ساعت ما با شما هستم. امشب این مسئله را پروموت میکنیم و امیدوار هستیم که پیش بریم. اگه منبع روشنگری تاجیکان باشه فکر کنم که اونا داشته باشن این مسئله را، اگر نباشن خب به هر حال میمونیم حرفا را به یک روز بعدی. تشکر آمون صاحب لطف کردین، قربانتون، خداوند شما سر بلند داشته باشه. این آدرسی که آقای انعام پرسان میکردی، این آدرسی است که موضوع اسنادی که دوست داریم به دست بیاریم. خودتون میتونید پیدا کنید. تشکر آمون صاحب. بفرمایید آقای ایراتی. سلام یاور جان. والا امروز خبر بدی دیدیم، خودم هم خبر نداشتم یکم. خب به هر صورت من یک بحثی دارم، او هم یه که یک خواهش دارم. البته بحث هم نیه در مورد لایف امروز شما هم نیه، ولی یک خواهش خیلی مهم دارم، یه که بیایم همه مردم بالاخره بگم برشان که یاد بگیرن از می
سرداربیزی و رهبرای ما چی گفتن و منتظر رهبرای خود بشه، از این کار دست بکشم. برای چی دست بکشم؟ برای اینکه یک بنده خدای آمد گفت من قوم فدای ملت میکنم، من همون زمان از او دست کشیدم، او برم فایده نداشت. یکی دیگه ایش رفت ایران، چوب شده، امروز 60,000 ناقلین در شهر هرات هستن، او چوب خور گرفته، میاین در داخل خانه های ما تا هرات، مردم نمیتونن خانه کاکای خوب مامای خوب میمونی برن، او رهبرای ما در هرات چوب خور گرفتن، او دیگه رهبر نیست. میمانه که ما چیکار کنه؟ درست؟ میمانه که ما چیکار کنه؟ من میگم ما تاجیکا، از تاجیکای داخل کشور، از تاجیکایی که در ایران یا پاکستان هستن که وضعشون خرابه، که شنیدم اعمال توقعی نیه، ولی از تاجیکایی که در اروپا هستن این توقع مره. اگر واقعا کمی غیرت دارن، واقعا اگر کمی غیرت دارن، باید اگر موقعیتش نی از جان خود تیر بشن، از روغن نون خود بزنن از او تیر بشن، از انرژی خود بزنن یک کاری بکنن. اگر به این فکر هستن که آبرویشان میره، از آبروی خود بزنن برای قوم خود کدام کاری بکنن. من برای شما یک مثال ما از این اوغانا بزنم. اینا طالب خود میپرستن، اینا همون الله خودم میپرستن که خدا ناپرست بوده فکر کنم، اینا عبدالرحمن خودم میپرستن، اینا در هر صورت هر کی از اینا باشه میپرستن. ولی ما چی کار میکنیم؟ ما امروز میایم هر کدام ما دانه دانه دنبال درد خود خو میریم. تا زمانی هم که ما دانه دانه دنبال درد خود بریم چیزی از ما جور نمیشه. خواسته میگه من رفتم داخل همین شهر هامبورگ، یک کم اطلاعات جمع کردم. برادر عزیزم، مگر میشه از 15 بازرگان، بخشید از نزدیک به 20 بازرگانی که من اسمش شنیدم، 15 نفر 16 نفر یکیش که مطمئن نیم، ولی 15 نفرش پشتوه. یعنی همین جنسایی که از افغانستان فعلا میایه به همین مغازه های اروپا، 15 نفرش پشتوه. چرا یک تاجیک که من کار نکرد؟ چرا مردم تاجیک که در اروپا نمیان یک بنیاد مردمی سوا از او چیزی که رهبران ما مثلا برای خود فکر میکنن بسازن؟ چرا که افکار مردم از افکار رهبران امروز فاصله داره. مردم تاجیک دیدگاهشان، خواسته هایشان دیگه چیزیه. باور کنن یا نه، من 20 سنه گپ نمیزنم، من میتونم نشون بدم. من خدا یک دو خواهر پنشیری ما دیروز گپ زدم، به قرآن قسم خونم جوشید. برم گفت ببین برادر، نوشت برم گفت ببین برادر، امروز در موقعیتی هستیم ما از کسی نه کمک مالی مایه نه چیزی، ولی همین آرزو داریم که برادرای ما بیاین ما را از این وحشتی که تا پنشر هست فعلا نجات بدن. با قرآن ما شرمم شد برش، گفتم خواهر جان یعنی تق به توق بشه، شاید اولین نفر باشم که برم، ولی فعلا نمیشه. شرمیدم همین گپ زدم، یک نفرم گفتم. خب وقتی ما میبینیم سیاستمدار کاری نمیکنه، موقعیت سیاسی هم ایتنیه که به خاطر آرمانگرایی ما بیاین دولت ها سر ما کدام سرمایه‌ای بذارن یا ما کدام حمایتی بکنن. ما باید خود بسازه، همین مردم عام خودمان یک بنیاد مردمی بسازه، خود در هر زمینه پشتیبانی بکنه که این دولت های مختلف در ما ظرفیت دادن به دست آوردن امتیازی از قوم تاجیک ببینن که بیاین با ما متحد بشن، سر یک میز خود ما بشینن. ایمان عزیز، چون وقت برنامه هم کم است، ما همین آدرس ساختیم. همین جنبش صلح آزادی جنبش مردمی هست، جنبشی است که ما در اروپا، در امریکا، در استرالیا، در جاهای مختلف فعلا ریشه کردیم و آرام آرام مطمئن هستیم که دیری نمیگذره که ما چتر میتونیم فراتر و قوی‌تر و مقبولتر بسازیم. 24 ساعته ما روی دیدگاه کار میکنیم
شما یک دکتر هستین، دوستان را ببینید. من بعضی از معلومات‌هایی که نیاز دارید شما هم میتونید و شما هم تقاضا میکنیم که کنار عزیزا و دوستایتان باشین تا در یک جای مشترک با هم کار بکنیم. یک یا جان من دیگه گپ نمیزنم، میرم پایین. فقط از خودت یک خواسته دارم، همین گروه آلمانر اگر میشه من خودم بعدا خواهد صحبت میکنم، برنامه توضیح میدم، چون من خود چند نفر صحبت زیاد کردم. یک برنامه برای توضیح میدم. همین برنامه بیا ما اگر بشه فشرده سرش کار کنیم. خودت هم بعدا باز میشنوی، شاید خوشت آمد. این برنامه که باید بشه. او برادر من امروز جوان 14 ساله تاجیک خودخور میبینم داره در یک قندی کار میکنه، 3 ماه آماده. این میگم چرا پی ایران موندم، چرا همین نمیره درس بخونه، فقط میگم یک زبان یاد بگیرم کار کنم، چرا پول رای کنم خانواده، قرضم دارم که به قرض آمدم آلمان. خب همین 14 ساله 10 تا تاجیک یک جا میشد کمک میکرد خانوادهشه که این مغز خور میکدیش بالا درس خوندن. یعنی 4 سال دیگه از همین میرفت یک مهره میشد تا همین سیاست پارلمان آلمان، همین میرفت یک بازرگان میشد، یک کاری میکرد. حتما ایوان از روی موضوع گپ میزنیم. من فعلا دیگه من خود بعدا تو زنگ میزنم. این یک برنامه خوب مفصل چند نفر سر کار کردن، باز بعدا برای توضیح میدم. حتما در خدمت هستم. برو بیشتر بر شما وقت بخیر. بفرمایید. سلام آقای یاور، امید که خوب باشین، روزه و نماز شما قبول باشه. خوش شدم که مرا بالا آوردین. چندین دفعه میخواستم که امرایتون صحبت کنم. آقای یاور یک سوال میکنم، شما خود رهبر تاجیکا میگویین همطور؟ بله؟ من سرباز تاجیک هستم، رهبر تاجیک نیست. نه به حساب خود زیادتر رهبر مدام تیک تاک و فیسبوک و اینستاگرام. اما شما را در کدام جای در کجا انتخاب شدین؟ شما میگم که من سرباز تاجیک هستم. یعنی من از زبان من که میشنوید من میگم من سرباز تاجیک هستم، عسکر تاجیک هستم. شما اتو فکر میکنین اما طرفدارایتان اتو نیست. آقای یاور شما خود اگر سرباز تاجیک هستین یا مثلا نصیب زواک است، مچم احمد مسعود است، شما چرا اینمی حال خی افغانستان نمیرین، امونجا فعالیت نمیکنین؟ چرا دشمن از بین نمیبرین؟ و یا که همگی شما اینجا نشستین که یک جوانا باز اونجا قیام کنن، از بین برن و از این یک چند نفر به نام رهبر اونجا برن ما رهبر هستیم و حکومت کنن؟ اما چرا شما نمیرین دمونجا نمیکنین؟ آقای یاور ما یک آدم هست. آقای یاور اجازه بدین شما باز گپ بزنین، خیر خود لایف از شما میتونین مرا خاموش کنین، مرا پایان بردین. اما ما به حیث یک خانم افغانستان ما براتون میگم بزرگوار سوالی که میکنین اجازه بدین سوالتون پاسخ بدیم سر بند دوم برین. نمیشه شما یک ساعت گپ بزنین با سوالتون خلاص کنم شما گپ بزنین باز ما گپایم خلاص شد باز من میشنوم از شما را. ما به حیث یک خانم از افغانستان ما تعصب ندارم آقای یاور، ما کل ملیت های مرا دوست دارم. اما امروز من نمیفهمم که در تیک تاک در میدیا چرا یک قوم دو قوم سنگباران میشه. این خو عدالت هم نیست. اگر ما به قصه های سابق برگردیم خو ما کسایی هستیم که ما و شما بعد از همین جنگای کابل به حساب نظارگر بودیم یا نظاره میکردیم که اینمی 7 تنظیم چی پشتون دو بود، چی ازبک بود، چی هزاره بود، چی تاجیک بود، خو اما کابل خو ویران کردن، همی 7 تنظیم کردن. نه تنها خدایی پشتون هم نبود، کلشان دست داشتن. از این مکریان میزدن در کارتیسی، از کارتیسی میزدن طرف شارنو، ویران کردن. حالا ما عامل اساسی تمام چیز به یک ملیت نبریم. کل ملیت ها در اینجا، کل رهبر ملیت ها دست داشت، مردم نداشت، مردم بیچاره شد. ما از رهبر بازی خسته شدیم. آقای سوال دارین یا بیانیه میتین؟ سوال کردین بگذارین ما جواب بدم. شما به جای سوال بیانیه میتین. اگر بیانیه دارین من مایک معاف کنم پیش برم. اول شما از من سوال کردین که شما خودتان رهبر میگین. نه خیر، من سرباز یک مردم و یک ملت سربلند هستم که 129 سال حکومت زیر پا شده. شما میگین چرا ما در داخل جغرافیا قرار نداریم؟ ولی ما در داخل جغرافیا امروز قرار داریم. امروز به حملات مشخص علیه گروه جل کی میکشه؟ ما دو نوع مبارزه داریم. یک نوع مبارزه سرد داریم، یک نوع مبارزه گرم.
در مبارزه های گرم ما، همین اکنون که ما با شما حرف میزنم، جوانان ما در نیمه های برف در کوههای سربلند پامیر هنوز هم تفنگ بر شانه هایشان است مبارزه میکنن. ما دو نوع مبارزه داریم، باز بر شما تکرار میکنم. یک نوع مبارزه سخت داریم، یک نوع مبارزه گرم. امروز از هر چیز دیگه کرده ما نیاز به ذهنیت داریم. تا زمانی که ما ذهنیت ها رو آماده نکنیم، تا زمانی که ما ذهنیت نسازیم، تا زمانی که ما شعور مردم آرام نسازیم، نرسانیمشان به سطحی که ما نیاز به انقلاب داریم، مردم مطمئن هستیم که برای نقطه‌هایی که ما باید بخواهیم برسیم نمیرسیم. من رهبر نیستم. بر شما هر کسی مورد گفت سوی تفاهم است رو در ذهنتان حل بکنین. یک سرباز کوچکی مردم هستیم که در کنارشان مثل مردم حامد زندگی میکنیم. امروز شما دردی خواهرایی که در پاکستان زندگی میکردن شنیدین یا نشنیدین؟ آقای یاور، ما تنها امروز نه، دمی چندین سال ما با خواهرها هستم. چیزی که از دست ما میاد کمک میکنیم، اما گینه ما خود نمیتونیم کدام مثل یا اشرار مجاهدین واری خصوص نیستیم زیاد پیسه داشته باشیم، اما توان خود که تا در پایان باشین. از این معلوم میشه که شما تعصب دارین متاسفانه. یعنی یک طرف همین میکوبین، یک طرف دیگر معلوم میشه که شما عقده های درونی تباری دارین. یعنی زن مرد افغان هم دیدگاه داره بانی عزیز. این تعصب در تفکر شما به عنوان یک انسان نشان داده میشه. شعورتان میتون بیاین در 20 سال، در 25 سال. چرا شما 100 سال 150 سال یاد نمیکنین؟ چرا شما از بستن مکاتب یاد نمیکنین؟ چرا شما از دیدگاه های کمونیستی یاد نمیکنین؟ چرا از شما جبر زمانی که متاسفانه مردم ناراحت کرده یاد نمیکنین؟ بله امروز ما جبهات سربلند نظامی داریم، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی. اما در دیدگاه های مشخصی که ما هم روی راهکارهای تولد افکار مثبت و افکار نوین کار بکنیم، بدون شک ما استاد هستیم، صادقانه کار میکنیم، پیش میریم. ما به هیچ عنوان بر خود لقب ندادیم که من رهبر تاجیکا هستم. ما عسکر مردم، باز هم تکرار میکنم، شخص من عسکر کوچکترین طفل تاجیک منم. یک عسکر هستم، یک خدمتگار مردم هستم. اصلا رهبر محبر در این قرن قابل قبول بر من نیست، بر سایر عزیزا هم نیست. من خودم رهبر رو نقد میکنم، بس خودم چطور میتونم اسم بالای خود بگذارم؟ نه، رهبر کسی است که اشکم گرسنه 100 دانه طفل امروز سیر میکنه. رهبر کسی است که امروز درد و خواهر و مادر یک سرزمین حل میکنه. رهبر کسی هست که در نیمه های شب به خاطر یک خواهر مادر کوشش میکنه تا مشکلاتشان حل شود. رهبر کسی است که امروز چالش های بسیار جدی که در درونی سرزمین 129 سال ظلم بیداد میکنه صدا را بلند بکنه. این باور من هست. شما امروز رهبر شوین، استاد شوین و در کنار بانوان سربلندی سرزمین مسئولیت بگیرین. شما امروز رهبر هستین، استاد شوین، در قبال جوانان سربلندی سرزمین مسئولیت بگیرین. من نه. فقط بر ما وظیفه بتین اگر یک جا نیاز باشه به خاطر آزادی و آبادی سرزمینم، من حتما یک بیلم میگیرم، در اموجه میرم، مصروف کار میباشم. رهبر امروز یک جوان تخصصمند باسواد سربلند سرزمین ما هست که معیار بکنه به عدالتی و ناراحتی‌ها و همچنان ساختار اقتصادی رو برای سرزمین بسازد تا سرزمین ما از تمام دردها و ناهنجاری هایی که وجود داره نجات پیدا بکنه. تا قله هارزو تسخیر شود، نسل زماوارزانمان پیر شود. گرما نرسیدیم بر آن قله سبز، نسل دیگری رسد ولی میر شود. ما به می ایدئولوژی، به می باور و به می اندیشه در می رهکار کاملا استوار هستیم و پیش میریم. بر جمع شما عزیزا، خردمندان، بانوان نهایت عزیز و عزیزانی که همیشه برنامه های زنده ما را حمایت میکنین، سپاسگزار تک تک شما هستم. خداوندگار بزرگ همیتونه در پناه خود داشته باشه. امیدوار هستم در قسمت اشتراک گذاری در خصوصا در قبال امضا کردن پتیشن ما را همکاری بکنین. بقیه اوقات شما خوش، شاد و خرم و سربلند باقی بمانین. حیام بکامتان تا یک برنامه بعد و یک دادخواهی بعدی که ما داریم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را امانت به خداوند میسپارم. لبتان همیشه پر از لبخندهای زیبا. خداوند